به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک امروز خواستم درباره چند قانون‌های امضا کرده رحمانوف صحبت بکنیم. بعد که درباره یک نفر در مرکز کلاب در بازار بگیم که به پویسکه به یگان چی مجبور دارن که بیا با خدمت میره. همین ها را میخواستیم صحبت بکنیم. برادران گرامی قدر، نگاه کنید که اینا یگان کاری قانونی ندارن. باور که اینا را میبینی خب اینا را میبینی کارهاشونه، فعالیتهاشونه، طور دولتداریشونه، باور کنی یگان دولتی روی دنیای خیلی نیست. در دولت‌های دیکتاتوری هم ایتری نیستن که به مثل رحمانوف بگیم که قانونایی که خیلی که خوب میره و میخیزه، بگیم که چیزی بگه همو گپ قانون باشه. قانون‌های یک طرفه رحمانوف دلی ما مردمی مهاجر مخالف گرفتگیه. قانون باید طرف داشته باشه. یک طرفش که قانون برآورده است که بگیم 27,000 29,000 سومونی جریمه و کسانی که سویتا میدزدن یا که پلی سویتا نمیتین یا که بگیم که 10 سال زندان میشون. برادران گرامی قدر، باید مردم ما صدا بلند بکنه برای قانون. باور بکنید، صدا بلند بکنه. گپ نیست رحمانوف صورت ما برق میدزدیم، صورت برق پلش نمیتیم، ما آماده ایم. گپ نیست در قانون توغوری نه که دیم پهلوش 32 سال شد تو داری سوید نمیتی مردم ما ترچ کارت کنیم. باور کنه این انقلاب این همینه برادرای عزیز. دیگه انقلاب اینقدر زیاد دیگر نمیشوه. دیگه یگان بگیم ملائکه نمیفره آسمانو بگیم که این ملت تاجیک بگیم که آزاد بکنه. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، فکر نظرهاتون بنویسه، برای در برنامه ها صحبت بکنیم در این بارو. یا که طور مثال این برادر مثال اومدین به سرشه که تو علنه و بلنه میره خدمت. یک نفره که بگیم تاجر کار کرده سوده، نلاک سپریده سوده، بگیم که پولیس کش میتی طرز قانونی نمیاد، دیگر گپه. بعد میگیری چقدر که قانون در گفتگیه که وقتی که سرباز بگیم که سربازی میگریزه با اوجه با دلیل جنایی نسبتش نه که اومده و بگیم با فرمه همو بگیم پولیسیت هم نباشی و ملیسگی بیایی یک شهروند عادی یک نفر بگیم با طرز زوراوری بگیری با خدمت ببری، این در یگان جا توغوری نمیگیره. به همین خاطر مردم به طرف نباشه، برای فکر نظرهاتون ننویسه، برای در برنامه ها صحبت بکنیم برادرای عزیز در این مسئله ها که رحمانوف قانون ها یک طرفش دلی ما را گرفت است یا که مردم دارن طرفداریش میکنن که نه امیر رحمانوف زوره، قانونش هم زوره، همش خوبه. همین چیزا من میخواستم امروز بگیم ای مردم بفهمم. خب نوارا میمونیم. ما خودم باجر شخصا به سایت رو مدگیم دعوتنامه نی اوخی اکد من به عریضا به دعوتنامه. این لحظه است که کارمندان پلیس با لباس ملکی وارد دکان رجبی آدینه و صاحبکاری در بازار کولاب شدند. آنها تلاش دارند پسری و امیرجان بخاریف را با زور از داخل دکان به ارتش برند. نزدیکانش به این ضد برآمده طرز رفتار نمایندگان مقامات را تحقیرآمیز نامیدند. بعد از این کارمندان پلیس به در دکان مهر زدند. او خدمت همون پرابلم نیست. من خدمت کردم 13-14 سال پیش خدمت کردم. از خدمت شرایطشون 100% میگم تا به پویسکا میومه بارمان نگاه
حتی یگان دعوتنامه نمیتونه. ما روزی او 100% خدمت داره. چی به درجه جمعیتی کار میکنه؟ سبب چیه که مغازین رو پول میگیره محکم میکنه؟ من همین قدرش فهمیدم مغازین رو چی محکم میکنه؟ ما اون نون میخه ما سومی دولت میسپریم. حالا رجبی آدینایف و نزدیکانش از ادامه تجارت محروم هستند. آنها میگویند با راه قانونی آمادند که پسرشان را به ارتش فرستند، ولی با چنین شیوه تحقیرآمیز به این کار راضی نخواهند شد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی کولاب به ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که از این حالت خبر ندارند، ولی دستور گرفتند که در دایره قانون در سفربر کردن جوانان به ارتش سهم گذارند. مقامات ولایت ختلان روز 1 اپریل اعلام کردند که نقشه دعوت به ارتش را پر کردند، ولی هنوز هم از جلب مجبوری یا با زور به ارتش بردن جوانان از این منطقه شکایت می رسد. خب اینک بینه که مردم میگه که من بگیم به دعوتنامه میگه تره میبرم. اینو کیان؟ پگه طور مثال یک نفر میوه بگیم که یگان چیز نداره و یک انسان میوه تره بگیم سوء استفاده میکنه. این کارها برای باعث میشوند که سوء استفاده منصب بد میشود در آینده. شما باید کارگرای حکومت باید بگیم که با همو دستورینتون با همو لباسای بگیم کاریتون باید به سر مردم بیایی. اگر میایی نه که همین اومدنتون هم غیر قانونی های بازار تو گیجا میای. مردک سراغه داره بگیم گفته شد که ما نگرفتیم خدمت، ما میریم خدمت، یگان مشکلی نیست. پروست اومده بگیم که یک شرمندگی خودشان دارن اینو نشان میتین. باور کنی این کار شرمندگی است که برآمده گپای این انسان. اگر شما در رادیو آزادی پفتار درای تماشا بکنی برادرای عزیز که چی میگه، من ترا میگم که گاوزور قدی مردم گجا بردن، یک قدی حکومت کرده نمیشه. یا که طور مثال که رحمانوف داره میگه قانونای یک طرفش که کسانی که برق میدزدن یا که بگیم سومی برق نمیتین بگیم 10 سال زندان میشون یا که 27,000 سومانی جریمه میشون. باور کنید یک نفری که سوید 2 ساعت میتیه در یک 4 ساعت در یک 24 ساعت 4 ساعت 20 ساعت دیگه مردم سوید ندارن. بعد باید در اینجا یکان قانون دیگه برای که همون قانون قبول کنه. گوش کنید شما با گیجاتون همی قانون امضا میکنه، مردم سوید ندارن. مردم خوازی ماه اپریل مردم سوید ندارن. شما 2 ساعت بگایی میتید 2 ساعت بگایی. باید قانون، باید شما قانون براره. چون قطعی رحمانوف سپاری نمیکنی، چون نمی برای یک بار پراتی فی رحمانوف گب نمیزنه که همین قانون درست نیست یا که خیلی قانون برو حالی سر تا بخره یک قانون دیگه بیام میبراریم که ایس پس اگر ما مردم از سوید نمیتیم همون آدمی که سوید نمیتیم بگیم که 3 سال زندان میروه. چون قانون نمیبراره. من خواهش من مردم همین است که من میخوام امروز فکر نظری مردم در این باره بگیرم، بفهمیم که مردم ما تا چی درجه راضی هم به همین حکومت و همین قانون. برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. ما را تا 250 نفر روزه داره تماشا میکنه. برادرای عزیز نوارا بیار و دوستاتون بفرستین، لایک ها را بمونین. کسانی که تازه آبونه شده در آمده در برنامه خواهش میکنیم که آبونه شوه، آبونه شدن هم فراموش نکنه. برادرای عزیز ما انشاءالله که کار میکنیم که بگیم که دل مردم به دست میاریم و کار میکنیم که انشاءالله که این رژیم غیر قانونی را انشاءالله از بین میبریم. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. دستگیری شما همون گفتم که لایک برادرای عزیز یا که آبونه شدن. برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، نوار بیار و دوستاتون بفرسته. کسانی که
نمیتونه عذر داره برادرای عزیز، یگان مشکلی نیست. فکر نظرهاتون در زیر نوار نوشته بکنه. کسانی که میتونه برادرای عزیز صحبت کرده خواهش میکنم که لینک در زیر نوار یا که در کامنت ذکر ریپیت کرده گه برادرای عزیز میتونه طریق لینک وارد استودیو شوید. ما چند ساعت اینجا با شما میمونیم، هم صحبت میشیم در این باره که قانون برآورده است رحمانوف که بگیم 27,000 سامانی یا که 10 سال زندان. باید که قانون قبول میشید. یک قانون دیگر که اگر حکومتی که سوید نمیتیه به ملتش چی کار باید کرده شود، یک قانون باید میبروردن. در همین باره میخوایم صحبت کنیم. برادرای عزیز به طرف نباشید. خواهش میکنم که کسانی میخواهند صحبت کنن لینک در زیر نوار است. اینجا من با انشاءالله که چند نواری دیگر را میگذارم. بگیم که چند نوار دیگر را که انشاءالله میگذارم که هم صحبت شیم. خب اینجا بود نه درباره همون چیزی که خب یک دقیقه برادر عزیز خب بیا وقت قبول کنیم. عثمان سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم عثمان بفرمایید. خب این برادر رفیقم که خوبای. خب برادران گرامی قدر اینجا نوار همون بگیم رحمانوف جوشید. خب مثلا وقتهای آخر از جانب ما این گپایی که میگه باید ما این انسان از زبانش بقپیم. مردم شریف تاجیکستان باید که بگیم به طرف نباشه. این مردم وقتی رحمانوف یک چیز میگه باید ما از زبانش بقپیمش که تو چی گفتی. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. اینجا در همون نواری که بگیم رحمانوف میگه برای همون لایکا در شبکه‌های اجتماعی انشالله که میگذاریمش. خب میگذاریمش گوش میدیم چی میگه. وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی اساس فرماندهای جنایتی آغاز می نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیون و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. خب برادران عزیز نگاه کنید که وقتی که یک رئیس جمهور یک دولت این سخنها را میگه باید که ما این انسان از زبانش بقپیم. به من یک خبر رسید که یک برادر نو بگیم که از روسیه میروه میگیرن حاجی 7 سال زندانش میکنن. برای چی؟ برای که در تلفنش بگیم که چیزی یافته تماشا کردگی بوده. برادر عزیز من همین خیلی انسانم. چیزی که در من محقله من میتونم لایکش میمونم. یگان مشکلی نیست. طرفی حکومت هم باشه اگر بینم که محقله یگان چیزی آبادانی یگان چیزی برای پیشروی جامعه من لایکش میمونم. یگان مشکلی نیست. برای لایک موندن این بگیم که همین اما تشویق کردن ما بمونه. برادر عزیز لایکاتون به طرف نباشه. رحمانوف دوره امروز در یک منبر میبروه بگیم که گفته است که برای لایک شده مردم بگیم زندان نکنه.
مولا عبدالرحیم کسی هستی که برادر عزیز اجازه دادگی نیستی مختا قبول کرده نمیتونم. اگر مرا بشنوی برادر عزیز اجازت بتین که من شما را قبول کرده بتونم در استودیو. برادران عزیز کسانی که وارد میشه خواهش میکنیم که هم چیزتون اجازت بتین پس اون وارد بشین. میدونم با شما فکر میکنین که من شما را قبول نکردم. نه برادر عزیز، اینجا در برنامه من همه حق داره که بیاید فکر نظرش بگه. به همین خاطر برادر عزیز کار بکنین اجازت بتین که بتونین در اومده اگون چی گفته. خب اینجا دلش میمونه و رحمان فگوش میکنیم که با چی میگه. تاسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسا مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردمی چین ساخته و وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردمی چین حکومت این کشور منتداری صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عمل‌های دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترینی پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و نخواست جهانی کسب کرده است. همینجا من میخوام یک چیز دباوید بکنم. برادران عزیز نگاه کنید که تنها میبروین درباره افراطگراها یا که نمیدونم تروریست ها یا که یگان چیز صحبت میکنه که درباره مواد مخدر نگاه بکنه که مواد مخدر یکمش که در تاجیکستان استحصال نمیشه. هر چی میگذره گرانیتسا через شما میگذره. شما داجه یک هفته پیش در برنامه برادر عبیدالله من گفته بودم که اینا دارن دگاوریتسا کردگی نیستن. اینا یگانتش اینش باوش بگیم اتفاق نمیافته. اینا رنگ مش پشکن. اینا یگان کار اگر بکنن هر یک قدمش میخواه بکنه برای که اونجا جای پلای مواد مخدر افغانستان میاد با ما که در تاجیکستان اونا استحصال نمیکنیم یا که نمیکاریم اون چیزا. این چیز وقتی که اوسم میویا ملت ما داره بدنام میشه. یک آدم عادی نمیتونه که 100 گرم بگیره در کیسهش بگردونه. اینا تانهاش قطعی میگذرونن با درکاش بین یخچون پرون هم میکنن، لبوی کار میکنن. بعد درباره که بگیم که تاجیک اکستریمیست یا که همین خیلی چیز گفتن در اونجا مردمی های چین شیشتگیان، این به فکر من که همین برنامه در پارلمانی نوی تاجیکستان های و فکرم که همونجا ده که مردم چین میگه همجا به استفاده دادن با مردم تاجیک ما تشکری میکنیم. من چی گفتنیم؟ یک حکومتی که در 30 و چند سال پارلمان خچه ساخته نتونه بگیم یک خطای میاه میسازه برای ما را به خدا رحمانوف من مخالفیتم. من شرم میکنم که ما هم ترکی پرزیدنت غیر قانونی داریم که بگیم که نتونست او در برای یگان وظیفه نیستی
نتونستی نه یگان ساحه را نتونستی درست بکنی. ای کدام ساحه قیت ما بگیم که فکت دلیل بیاریم که در همون ساحه درست کار کرده است، در یگان ساحه درست نیستی. باور کنی همین ساحه فرهنگ آزی با مردم زیادتر میگن که همین فرهنگ رحمانوف کم ترویج کرده، اینا که فرهنگ بو نمیبرن. فرهنگ با بورجب نیست، فرهنگ قدم قربان نیست. باور کنی مردم اینا یک چیزایی هستن که یک چیزای کوچگی هستن. اینا باید در تلویزیون یا که رادیو اینا راه داده باید نشوند. این برای در یگان توی در یگان معرکه نمیدونم در یگان سری کوچه است بالای که های برو خوندن بگی یگان مشکلی نداری. سرودهای وی را میبینی، رقصهای وی را میبینی. نخو فرهنگ تاجیک همی خیلی باشه. من فرهنگ تاجیک ای خیلی قبول ندارم. زنکا برای نمیدونم در ایرپورت یا که در غرم برو آمدن، مردمی غرم بخدا شما بود یه مایده شما را مسلمان تر میگن نظر به دیگر منطقه های تاجیکستان. شما را خداوند هم نشان میتیه. باور کنی این رقص بازی این چیز این خداوند نمیخواه بالقه قطعی نمیاد بزنه شما را. این هم تمام بروی در یک استادیون نمیخواه رقص دوران دختران تا استادیون خداوند میکشه. اینا همش آگاهی هم برای شما. شما نخواد که دختراتون براره این قضا زنها این قضا مادرها نخواه همینو برادر خواهر نخواه که همین زیاد انسان ها میگن که اینو بگیم که از دیدام هم نخواه در دیدام همین قبوده که بیصاحی باشه. باور کنی خداوند با بولیقه نمیزنه انسان ها. این هم تا خونه ها تنن الگ میکنه. ولی چند نفر در غرب مردگی یگان رسانه تاجیکستان ایتزا نشر نمیکنه که چند نفرها بین برفتن. نمیکنه برای که نمیفارشه. برای که اگر برو بگه که نیقه خونه چپه شده نیقه انسان ها مرده بوم اگر هم که بگیم که اوجه را آباد بکنن. نه که اینا که یگان کار کردگی نیستن. ما دیدیم در کلاب شدی واقعا در خراسان شد در چند منطقه های تاجیکستان هم خیلی سیل آمد نمیدونم زمین جنبی شد خانه های مردم چپه شدن یگان گرم بگیم که حکومت یاردم نکرده. ما چند بار تحقیق میکنیم بگیم در برنامه ها نبرویم میگیم که کاری مردمی ما بگیم که اسفال کنی کوچه ها نیست یا استالبه چسبانی یا که میک ساختن کاری مردم نیست. این کار را باید حکومت بکنه. یا که رحمانوف میبرد اینجا میگه که بگیم که تاجیکای خیلی چند گروه های اکستریمیستی تروریستی هستند. ما یگان گرم نمیخواهیم که یگان کار غیر قانونی بکنیم. رحمانوف تو باور که تو خطا میکنی. ما میخواهیم که طرز مردمی قطعی انقلاب بکنیم. انقلاب بکنیم که ما یگان انسان زویسیمی نباشیم. یکمش. دیمش که ما جنگ نمیخواهیم. ما نخود ترا ما استعفا بگیم نخود ما که ترا بگیم برای رحمانوف جنگ باشه. ما طرزی همون قانونه که خودت نوشتهش که هر انسان حق داره که برای درباره ناعدالتی ها یا که در یگان حزب حرکت داخل بشوه برای صحبت بکنه. ما همون قانون خودت گپ میزنیم. همون قانون تو بیره نمیبرویم. ما وقتی که یک انسان میبروید بگیم که ضد یک چی میگه او برای ترا اکستریمیست های تروریست های تو بدبخت پتیوش نگه یک جو اومدی یا عقل دی چیزا میگیره که مردم کسی ضد تو گپ زنه او تروریست های. اگر ما تروریست نبودیم اگر این مردم مخالفین تروریست نبودن باور که رحمانوف ما 10 بار ترا چپه کردگی بودیم. متاسفانه من همین حقیقتی همین مخالفین صحبت میکنم. میخوام که برنامه بکشیم که یگان کار بکنیم پیشتر بریم ترا سرنگون بکنیم. چه بکنیم که مردم داخل بیدار بکنیم که ما ایست بریم مردم داخل ما را دستگیری بکنه و بگیم که ترا بقپیم در کرپیش نمیبره محکم بکنیم. من یگان تا همین مخالفینی که صحبت میکنم باور که یگان کلمه خلکی افراطگرایی یا که تروریستی یگان تاش نشنیدم. باور که من چند بار شید میگم که تو خدا را شکر بگو که تو همین خلکی مخالفا داری. ما که автомат نگرفتیم بگیم نشیشتیم در اینجا بگیم که نه رحمانوف ما پگم یویم به سرته.
ما میگیم که بره رحمانوف بوده برای نیستی سوید نتونستی داده، بگیم که جای کار نیست، سطح مهاجرت در درجه اعلای، تو کی باشه اگر ما این گپا را بگیم ما اکستریمیستیم برای تو، ما که تروریستیم. ما تروریست نیستیم. رحمانوی چه دانسته بگی ما اگر تروریست میشتیم تو 10 بار زیاد پریورات کردگی بودیم. ما اما طایفه های اهلک های مخالفینیم که بگیم که برشدی میگیم تو کاری نکه که کار به جنگ بیوه. جنگ تو میکنی ما نه. اگر جنگ میشوه 92 میگه و 90 چند میگه شما ایتزا تشکیل میکنی. ما سلاح نداریم. ما را یگان حکومت بگیم که پدر شود نداره که رنگ دیگر دولت های مثال دیگر دولت ها که ما یگان خوجه خارجی داشته باشیم بیاییم بگیم که خیلی شپ و شپ بکنیم. ما طرزی مردمی میخوایم تنها تو بره تمام قطعی اولاد همین چیزا ما میخوایم. یگان چیز دیگر نه. اگر نمیخوای رفتن طرز مبارزه دیگر میشوه. دیگه بگیم که با گفتن که نمیشوه بعد با بگیم که با یگان کاری دیگهش با پیدا میشوه. دیگه دولت ها کرده شد یعنی میزنن با تیر توپ میگیرن. یگان مشکلی نیست. ما هم یک روز هم بگیم که مردم دعوت میکنیم میگیم برادرای عزیز بگیره بل کلمانتونه در میدان ببروی. ما فقط به خوبی میگیم که ما مردم تاجیک جنگ دیده، ما از جنگ بیزاریم. ما نمیخوایم که بازم برادر کشی شود برای یک تی کلاغاوسی پتهوشنیک. من نمیدونم که کدام انسان ها برای رحمانوف آماده که جانهاشون را بتیان. برادرای عزیز شما برادرای ما هستی. شما در همون وطن خلی نفتان ریختگی. شما را ما نمیگیم که ما از شما زیاد حق داریم. ما هممون باید برابر حقوق باشیم. باید قانون در تاجیکستان نباشه که نیپری کسنوینی بگیم اویله رحمانوف. ده دولت دموکراتیک خیل که او انسان ها بگیم که نیپری کسنوینی یا که نبیره رحمانوف میزنه چند نفر میکشه بگیم که 120 سامان یا که اونو نبیره بچه کی بود حکومت بود زد 120 سامان شترافش کردن. 4 آدم مردگی 120 سامان شتراف بیاویه که بگیری. این چه خیلی دولتداریه. چه خیلی دولتداریه که دولت بگیم که یک بچه کارگری حکومت میخزد 4 نفر میکشه 120 سامان شترافش میکنن. اون انسان ها پدر ندارن، مادر ندارن یا که زن و فرزند ندارن. ممکن یگان تا همون بگیم که استاچنه که دخاتی همون خونه بود یک بگیم که کار میکرد که زندگیش پیش ببره. شما اون زده کشته 120 سامانی این چیه؟ یا که این بچه آزاده میزنه آدم ها را میکشه بگیم که یگان گپ نیست. در جا اینا نیپری کس نوینیم برادرای عزیز. اینا میزنن میکشن لبوی کار میکنن اونو شبا 120 تومان نمیدونن برای چی. برای که نیپری کس نوینی بود بچه حکموف که اینا نیپری کس نوینیم. به همین خاطر باید ما کار بکنیم که در تاجیکستان خیلی قانون نباشه که نیپری کس نوینی. به مثلی یا شهروند عادی پرزیدنت باید جزا بگیره اگر قانون شکنی میکنه. خیلی گپ نیست که باید بگیم که رئیس جمهور نیپری کس نوینی باشه. تا عثمان ستاره آوردی برای ما را تو چیکار کردی؟ صلح کردی. صلح اگر نهضت یراقش در زمین نمیمون هم روسیه هم تجاوز میکرد همین حکومت ایتر اینا پیش با خیلی با SSSR بگیم که دست به گریبان شدگی بودن تا یک پتهوش نکنه نمیتونستیان که بگیم یک طرفه کنن. دلی مردم سوخته. مردم بدروی شما تماشا بکنه برنامه های نهضت که چی میگن. همون انسان ها در وقت خاطری میگه همین جنگ بس شوه باور کنی خاطر هم جنگ بس شوه سلاحاشون را گذاشتگیان تمام باید نمی سپاریدن نکی سپاریدن که همین دیگه جنگ نه تمام. رحمانوف چیکار کرد؟ جنگ بگیم در میدان ها نه و دیگه و بگیم که یک تا گریف برد زندان کرد. بگیم که اوقات حزب نهضت پال اکستریمیستی تروریستی برآورد بیاوه و نگیره که پروسا آدم ها باید بست تاریخ ها را نگاه بکنه که
چی گپ ها گذشتگیه. انسان ها زیاد دارن با سواد ها با عقل ها که یگان کار کردن میتونستن در تاجیکستان گفتن خیلی که بیا همین کلغه و بمونیم یک بار نیم بار بعد انشالله که خوب میشوه دموکراتیا میشوه. باور کنید هم دموکراتیا هم نشید. من میگم که رحمانیزم ای تاجیکستان دموکراتیا نه پروستا کمونیسم بود دوری سیوز даже при коммунизме در همین تاجیکستان هم مسجدها محکم نبودن. باور کنید نه مسجدها بود تنها سیستمش نویسته سال 70 یا 71 سالا ساخته شدگیه. تا امروزا بود مسجد کار میکرد، مسجد نماز میخوندن مردم، جنازه میکردن، نمیدونم یگان چی میشید، یگان توی خیر خدایی میشید هم بگیم مسجد میکردن یا جا جمعیتی. امروز یک قشلاق آدم پراکنده. اگر ما صدا بلند میکنیم، اگر ما میگیم که خیلی بیای مشکلش در چیه که شما حجت گذاری نمیکنیم مسجد، بیای ما آماده ایم کدوم سوم شما میگه ما هم سوم میتونیم بیای ما بگیم که 500,000 نفر هسته که 1000 نفر زیاده حاضر در جای ما که بگیم مسجد ندارن. اینا اومدن بگیم که در این برنامه‌شون میبرن درباره اکستریمیسم یا که یک چیز دیگه صحبت میکنن. برادرای عزیز این دعوت ما همینه که باید ما یک کار بکنیم. اگر ما میشینیم و میخوای باور کنید خیلی قانون ها میبرن اول تماشا کنید این قانون چه کار میکنه. مردم در تاجیکستان کسانی که در روسیه ندارن یک دو تا پنسیونره که بگیم در همونجا زندگی میکنه اونا را بگیم که یا که با خونه پیرانسالان میکشوننشون یا که برن زندانشون میکنن برای که اونا نمیتونن بچه 280 300 سومانی در یک ماه میگیرن. سوید 4 ساعت بگیم میتیانه 150 200 سومانی میگه حاضر میوه از پلی سوید. با اونها باید یگان چیز بخرن کو یگان چیز بپشونن کو باید با او 250 و 300 سومانی که اینا بگیم پنسیه یا که معاشان میتین با او زندگی کرده نمیشه. این مردمی تاجیک که دارای رحمان و پد همش زندان میکنه. بیای سری قانون ما بگیریم. باید ما مردم بخیزه بگیم که اعتراض بکنن. وقتی که ما اعتراض نمیکنیم برادرای عزیز شما دانسته باشه که رحمانوف هر روز داره قانون برآوردن میگیره که این ملت سرکوب بکنه. بازم برادران عزیز به طرف نباشه. خواهش همین است که برادرای عزیز آبونه شوه کسانی که در برنامه ما اشتراک داره بگیم که بمونین لایکاتونا برادرای عزیز. لایک سببی زیاد شدن بینندگان میگرده برادرای عزیز. خلاص دیگر یگان بگیم که فایده نیست. اگر یگان فایده باشه من میگم که فایده هسته. باور کنی یوتیوب حالی بگیم که ما را از تاجیکستان تماشا میکنن، ای ترکیه تماشا میکنن، ای اروپا تماشا میکنن، ای روسیه کم 7% تماشا میکنن. باور کنی وای وقتی که ای روسیه تماشا میکردن مردم ما اکثریت که در روسیه هستن بگیم که بعد یوتیوب چند سوم میداد چند قه پیش 2-3 سال پیش. حاضر که بعد جنگ اوکراین ای سانکسیون ها اومدگیان دیگر بگیم ما برای خاطر سوم نبرآمدیم. والله من برای خاطر سوم برای یگان چیز نبرآمدم جای یگان بگم بلاگری بکنم. نه من میخوام که من سبب بشم که رحمانوف سرنگون بکنیم. اینه ای چیز آرزوی من. اگر همین یوتیوب پل بتیه من همین خیلی هم کم بغل ها هم تمیتیمش باور کنی من نصیب نکنه یک دیرمی همین یوتیوب اگر بتیه باور کنی. و همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. فکر نظرهاتون در کامنت ها نویسه برادرای عزیز. لایک ها را بمونه. کسانی که مهمونی برنامه هسته برادرای عزیز به طرف نباشه. آبونه شوه. خب این کلاغ هاوس میمونیم دلش گوش میکنیم با صحبت بکنیم. برادران عزیز کسانی که میخوان صحبت بکنن وارد استودیو بشه برادرای عزیز. هم در زیر نوار هست ویدیو هم در کامنت ذکر ریپیت کردگی میتونه که همون زرده کم میجقه ان شاء الله که پراموی در این استودیو میاره فکر نظرهاتون درباره همین قانونی برآوردگی رحمانوف میگه.
مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه می باشد. زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستانی آن بلکه به روزگاری آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید می کند. در این روند به گروه های اکستریمیستی و سازمان های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه های جامعه بارها تاکید نمودم. باید گفت که در برابر نتیجه های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی های زیاد نیز به نظر می رسد. مثلا وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نصابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. خب برادران عزیز، بازم رحمانов درباره همون لایک میگه که این چیز باید خاتمه داده بشود. من یک نفر میشناسم که نو به قریبی بردن زندان کردن. این پا دیکتاتوره. باور کنی باید مردم برای صدا بلند بکنه. رحمانов تو گفتی که برای لایک موندن باید یگان نفر جزا نبینه. برای چیه که امروز داری مردم برای زندان میکنی؟ واقعا مردم ما خاموشه. برادر عزیز، باید شما در شبکه‌های اجتماعی لااقل برای میتینگ کردن یاد بگیرید، برای فکر نظرهاتون گفتن یاد بگیرید. ما شما دعوت به میدان نداریم که بیاید در میدان ببریم. شما لااقل در همین شبکه‌های اجتماعی بیاید کاری بکنیم که بگیم که رحمانов یک طرفه بکنیم. خب اینجا برادر عثمان، سلام علیکم. عثمان بفرما. خیلی انسان ها را بلاک میگن. این پروسه بگیم که مدرایده باشید خواب کشیده شده. چقدر مدرای مطرح قبول میکنید تا خواب کشیده شده. خب بالا با پسش. خب برادران گرامی، چی گفتنیم؟ ما را تای 500 نفر تماشا داره. برادر عزیز، ما 80 دونه لایک داریم. خواهش میکنیم برادر عزیز بمونین، لایکاتون سببی زیاد شدن بینندگان بگرده. 400 نفر برادر عزیز، ما 200 لایک زیاد نمیخوام در برنامه. 200 دونه لایک بکنید تمام دیگه. من نامی همون لایک نمیگیرم برادر عزیز. برای 200 دونه لایک گرفتن ویدیو من تا 20,000 پرسماتر میگیره. به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشه. کسانی که وارد نشه بمونین همون بگیم که لایکاتون که پیشرفتی همین برنامه بشه. همین قد خلاص دیگه یگان چیز دیگر نه. شما دیده است که رحمانов میگه که برای لایک شده ما بگیم زندان نمیکنیم. نه که بعد یک چند پیش، یک ماه پیش، یک نزدیکی ما را برای لایک بردگی زندان کردگی. این قانون ممکن بعد قبول کرده باشن. نه که من در همین مدتی که همین چند یک ماه ایسا دیگه من نفهمیدم که یگان نفر اینو بردگی زندان کردگی باشن. خب برادر عزیز، 7 بیلوس 70 اما اگر امکانیت باشه کامera تا بکش. برادر الماز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و علیکم السلام. امولی برای مچید گفتی در همون دوری کمونیست در پلی مچید نمیگرفتن. دامون دور حوزی اگر مچید 10 سوم کار نکو یا 50 سوم میگیرن. یا ای چشم گشنو. بله درسته که اینو پلان میگرفتن قبول بود. نه که بگیم کاملا مسیج را بین بردن، رس کردن. مثال امروز در تاجیکستان تعلیم قرآن نیست. باور کنی
بیارن یک حکمتدار، یک بگیم طرفدار حکومت که بگه که در فلان مسجد قرآن درس میتین. باور کنید این چیز نیست، این چیز کاملا بین برده. من نمیگم که در نمازهای 5 وقته، در همون نمازهای جمعه شونم بگیم که قرآن درس نمیتین. چه یک نفری که بگیم که تا 18 سالگیش اینا دارن قانون رو آوردن که مردم مسجد نیاید. من میگم که چند بار شده میگم که من تا 18 سالگی من چیز از یاد کردم، طرز نماز خواندن، بگیم جنازه، نماز عید، این چیزها را همون چینها یاد گرفتگی بودم. بعد باور که دیگه کلان شوی، دیگه تو نه خونده میتونی نه دیگه بگیم از یاد کرده میتونی. یگان چی دیگه او فرزند خیلی میوه، او آدمی که تا 18 سالگیش قرآن نخونه، او آدمی که تا 18 سالگیش نماز نخونه، تا 18 سالگیش بگیم که ایدین بدین باشه. بعد بگیم که با تاجیک همین بگیم که تولد شدن، بعد همون تا 18 ساله کشید با روسیه که اومدی فضای آزاد بو میبینه، بو میگم زنکای نیم برهنه را حال نیروز بگیم ارس میشوه دیگه همین قطعی میروه. همین خیلی که دوران این مدوران میلتی ما را این هم تا ایدین بدین دوران. به همین خاطر باید ما سری راهی رحمان فا بگیریم، ما را آزاد بگذاره که ما تعلیم قرآن بگیریم، فرزندای ما تعلیم قرآن بگیرن، بگیم که خواهرها و مادرهای ما بگیم که با ستر به حجاب بگردن. این چیزا باید ما طلب بکنیم که ما را آزاد بگذاره. اگر ما طلب نمیکنیم، خاموش میستیم، باور کنه این میلت دیگه میوه به زردشتی میره میپیونده، نمیدونم به بدینی میره میپیونده. به همین خاطر باید مردم ما، دعوت من هم همین است که برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، برای فکر نظرهاتون بگین. خودت برادر عزیز، برادر الماس، برادر عزیز، برادر الماس اوزود کاندا و میسنه خیلی گپ تا میشنم، یا خیلی گپ تا نمیشنم و وی پی ان در من برای هم خیلی همو خیلی ده آبی وای آبی گفتی همو رحمانوف کی وای آبی همو اینترنتی خطونه به فکرم. برادر عزیز همین قمان صحبت کردم، همین اینترنتی من اگر بیزه باشه شما در زیر نوار نوشته بکنه برادر عزیز، برای که من سوسید. برادر الماس اگر ما به نام الله تو پشت و پشت نخیزیم کو پشت و پشت، اگر ای بچهش پشوه کو ای بچهش پشوه، با خدا قسم با 33 سالگه با قفا میزنیم. با بله 100% خوبه. نمیدونم با خدا قسم مردمی ما چه خیلی حقلا در این برنامه ببراین گپ زنن، یا دهن گپ زنن ببراین، یا دهن گپ زنن ببراین. بله بعض انسان ها را بعد از این یکم نیست مردم نمیدروه، بعد میدروه یک انسان ها بعد زیاد گپ میزنن. به همین خاطر برادرای عزیز اگر شما 2 دقیقه یا 3 دقیقه برای فکر نظر تا بگوی، باور که با چند نفرها وقت میرسه که مردم صحبت بکنن. باور که برنامه‌های من وقتی آخر 4 ساعت طولانی میشوند. باور که میگوی که یک انسان مثال اومده است، زحمت کشیده است، گفتی خودم استودیو اومده است، بیا بگیم که سخنش بده، میگن چی بگه، 3 مینوت گپ زنه برادرای عزیز درسته، بعد 5 10 15 مینوت صحبت میکنه. باور که بعد دیگه با دیگرا بگیم وقت نمیرسه. به همین خاطر با خدا قسم اول خودم در مدن نمیتونستم دمی برنامه این برنامه برادر محمد اقبال تماشا کنم، بعد خودش نشون داد، بعد در مدن سر کنم با نام الله. اگر خود میفهمم که و چهره ببرم نکی کو او یا بولدوکی بیزاتی است که نومرد ایو من عیب کاگیم کو باید من خفا برانه که پدر مادر ما و اکم و دادر ما نمیدونم. با خدا قسم گپی حق بزنی تو تروریستی تو چی. آنجا یا چوپلوس بود گفتم که نه رفتی تاجیکستان رفتی نمی سوی چند ساعتت میتین باید راست بگوی. گفت که 2 ساعت ویگای 2 ساعت بگوی. انا گفتم تو تروریستی. گفتم
درسته اگر این چیزا طلب بکنی حکومت ما همه خیلی حکومتی هست که باور که کسی اگر بگه که تا اصلاح بشه تا این کارا بکه بگیم که او انسان برای اون خوین ملت یا که تروریسته. تروریست اون نفریه که رحمان فای فرمان میته که مردم بدخشان بره بکشه. انا این تروریسته. فرمان داده است که من فرمان دادم که بره بکشه. یگان انسان حق نداره که یک انسان دیگر را بکشه. اگر خود جنایتکار نمیدونم چیزی که نباشه باید یک انسانی که جنایتکار هم باشه باید وای نکشی، باید بری بگیم که زندانش بکنی. متاسفانه امروز حکومت ما اگر یک کسی چی میگه قتل عام کنه اما بگیم قبیله را. به همین خاطر برادرای عزیز تشکر زیاد برادر 7+70 پارت با فیلم برآمدی استودیو. خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشید، برای فکر نظرهاتون بگین. باور کنید درباره همین موضوع باید ما صحبت بکنیم زیادتر که بگیم که با دیگرها هم بفهمن که ما در چی موضوع صحبت داریم. من میخوام که درباره همین قانون برآوردگی رحمان و 27,000 سامان یا که بگیم 10 سال زندان کردن یک نفر برای سومی برق ندادن یا که میدزده برقه، این قانون های یک طرفه میگم که دل ما مردم مخالف و مبارز مهاجر همه را دل ملت گرفتگیه. باور کنی این قانون باید دو طرف باشه. وقتی که بگیم که رحمانوف قانون میبراره که امضا میگذاری که مردم بگیم 27,000 سامانی و یا که 10 سال زندان بشن، صورتی که پیش پلی برق نمیتیان بگیم همه خلکی باید قانون براری که همون نفره که برق نمیتیه با این ملت بگیم که باید قانون نبراری. یکان قانونی که با مردم پیسان می اومد. تو مردم داری 2 ساعت سحر 2 ساعت بگه سوید میتی با اوام اگر پل شنه میتیه بگیم که تو میگیری میبری و 27,000 سامان یک جمعی اوای 27,000 سامان میدوش پلی سویت نمیداد یا که میبرن 10 سال زندان میکنن. شما دیگه کار نداره. من یک چیز نمیفهمم. باز هم کلاغا سمیمونیم قاقی دیگه برنامه کمتره همین میمونیم گوش میکنیم چی میگه. سوست نمایندگی مقامات داعشان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر می باشد که گروه کاری رفته وظیفه‌های آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که با ثبات و آرامی جامعه تهدید می‌کند قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار میباشد. واردشوی واسطه‌های نشادار و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی میماند. تاکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. کی میاره همین چیزا؟ این چیزا من نمیارم. من در اروپا یا که دیگر انسان ها نمیارن. تو نمیتونی این چیزا در کلمه مخالفا بزنی که مخالفای حکومت همین کارا را میکنن. این چیزا همه فرزندها و نبیره های تو میارن. باور که یک انسان میگم که اکثر 100 گرم اگر بیان میبره 12 سال زندانش میکنی. این چیزا مردم عادی نمیکنه این کارا را. این ریسک هم نمیکنه برای بگیم 1 کیلو و نیم کیلو که برای بگیم 10 سال 12 سال بران زندانش بکنن. شما که فورقتی میزنیشه یا که وگان میزنیشه بعد بیاره بگیم میفروشش. باور کنه اینمی لبوی اینمی یا بانگزن بقب بو که کی میخریش فلانی میست تو چیشا میره میوی. باور کنه اینو خود چونن یگان کسی دیگر نیست. ما مسلمان همی چیز دمو فروختنش حرامه. این حرام گفتگیم. ما نمیتونیم چیزی حرامه بگیم که بفروشیم. خب دلش میریم. بار دیگر تاکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش
غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار ضرور است که فعالیت خود را وابسته به پیشگیری کردن گردش غیرقانونی و استای نشدار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتش فشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سرزدن جنایت‌های وضعی می‌گردد. خب دمش نه. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا سوزی تینجی سلامتی خوبه. امیدوارم سوز باشه اکا. تشکر. خوبه خیلی الحمدلله. اشید برنامه رو تماشا میکنم. یکم بوره اکا میدونم در برنامه با این مردم تاجی گفتنیم که برادر عزیز این مردم خون باور که همش هم خیلی ترسونچه کشیدگی هن که الهی توبه همین ترس در خون و پوست و استخوان و برادر عزیز همه همه مردم چی. ما را ترسو نگو. باور که بعدی خودت میبروین کو تیر کموناشون پر کدگی واقعا هم انا مردم ترسو انا های. حاجی اگر انا همه مردم ها بگوی که ترسوی کو باید میبروین ات چوبای میلت ترسو نگوی. برادر نه عزیز ما اگر نه ترسو نمیبودیم یک پتهوشنیک می اومد اتاری سری ما 32 سال حکمرانی انا برای میکرد. هم میگم آخه برای هم میگم مقصد همی کلونمون هم گناهگاران هم همون ترسوندگیان ای بچم کردور نشه ای بچم کردور نشه مقصد در حکومت کردور نشه ای تنشین گفته هم مرا ترسون چه کده بعد این بچه که کلوش دیدن یا هم فرزندور هم شوند فرزنده یا هم ترسون چک میبرن که مقصد فهمیدی و خیلی باور که نمی چند ساله دمی غریبیم باور که قد یا روغن صغیر دیلمون گرفته همیشه که باور میکنی چطوریش کنیم خیلی باور کم خیلی همینجا یک برادر در کامنت نوشته است که من چخیل وارد استودیو شدم. اینا برادر عزیز باید بار دیگه همون لینک گذاشتم همین جایی که درخشان تیوی به حرف زرد نوشتگی همون همه جقی انشالله که پراموی بگیم همین استودیو میورم. من فکر نظر تا میگوی بخشش زیاد که برادر عزیز خبریدم بگو فکر نظر تا برادر عزیز همین قانونی رحمانوف قبول داری که نه 27000 نه تومانی بگیم که شرف میکنن اگر اکا نه 10 سال شرف 10 سال قانونایی که هم میبروره همش همین سر تا با پا جنایت که قانونی هم خودم بودم میبروره همون صف جنایتکارش تگیان یا جنایتکاری کلان قانون هم میبروره با منفیت خچون نه خچون ابسولوت نه اطاعت نمیکنم قانون را که باور میکنی نه همین رحمانوف اولادهاش بگیم خسر بچه هاش نمیدونم کسانی که منصبدارای بالا مقامن بیان در کزت بکنن یک کویتانسیا بیارن که ما همه قسم دادگیم در برق اینا نه سومی نه نه برق نه نه اکا همین قانون برای خلق همین عادیه همین هم خیلی میترسوننشون باور که یک ابیشتی کاغذ در یک جماعت در کار میشه که یک ابیشتی یک دکمنت میگو برای حجت برای رئیس کوچت بگی بیو پیچت عین میگی امضا بگی بیو باور میکنیم بیزور یک کاغذ هم میشه بیام چی باور کنم نمیفورد همین خو میره که فکر قطع خو میره فکر قطعی خو میخزی تو باور میکنی اگر هم اویلت قطعی هم خونه داری کنی یک فرزند سالم به دنیا نمیاد برای که عصبی آرام نداره یکم خلقی همین تاجیکستان این چیزی هست مثال واقعا ما همین دیل گفتم ده که هم درد دلی مردم باور میکنیم همین رحمانوف برای دفع شد خد یا روغن زغیر دلی همین مردم ها گرفتی آخی چی گپ آخی باور میکنی همین میبینم شاید موی سر میخیزه نه در همین اینترنت ها و چیزا میبره باور کرد این همین گپ میزنه همه گپ ها جنایت های همین مردم هم بود نمیدونن میبینی بخدا باور که گره این درد نکه که همین خیلی خب همین خاطر باید ما مردم انشالله که کمی سرجم بشیم کار بکنیم که نه اکا مردم کوم همی 100% باور دارم کامو آدمایی که در حکومت هم کار میکنن همه هم بیزورن ایران گروش درست هم یک چی نیست همین گفتم گپا خداوند همین روزی نشیده سکی همین مردم یک کم ترک یا حجر و جور شد بگیرن دفش کنن فقط
انشالله که میشوه. انشالله ما یک مردم من یک دعوت اکای که یک ارزو دارم اکا همی خدا را زورا میکنم که رحمانوف جانش نگیره همی پیروارات سیمیش باده چشمش ببینه همی غریبی و غریب شدن همه چی را پاتو ببینه با چشمش همی ارزو باید دارم. غریب نشوه رحمانوف باید نه همی در اولادش که زندان میگریزد خودش یک رحمان کامرش خودش بمونی، دست نه یک رحمان خودش تلویزیون دستگیر شوه همونی تاجیکستان. که میگرفت برادر تگیش عزیز، ببینه ده. من ارزوی من همینه که رحمانوف بخوایم در یک زندان بمونیم، یک کامرش بمونیم، یک رسانه تاجیکستان 24 ساعت رحمانوف فقط نشان بده که پیشوای معظمی بگیم نجات بخش سیاره را قپیدن هم آوردن در در دوشنبه یک چی در دوشنبه یک تری چی سوز کرده کو در یک بروی پارک چی رنگ موزه وری همین چی دیکتاتور چی جنایتو کرده همه اون جنایتکارا پورتریتوش قای ویدیوشون دام درون بزنن بعد خلق برام فقط جنایتکارا رو تماشا کنن در اون موزه. یگان چیزی تاریخی نه، فقط همین تاریخی همین 30 و چند ساله جنایتکارا رو تماشا کنن. ان شاء الله که پارک به نام رحمانوف میکنیم، همون پارکی که همون بگیم همون چیز هسته میروان سیاحا رحمانوف بخوابیم اونجا برای میمونیمش. ان شاء الله بگیم که سیاحای خارجی میان میبینن که دیکتاتورمون ما قپیدیم آوردیم اونجا جو کردیم. انا خیلی کنم بعد در همین حکمت آیندهش درس شوه میستولو همه چیزو شوه. بله، تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا بله در سلامت باشی که الله نگهدار. قبول بکنیم. خدا نگهبان. خب برادران عزیز، باز هم یک بار دیگه دعوت ما همینه تا 600 نفر ما را تماشا داره. خواهش میکنیم برادرای عزیز 200 دانه لایک زیاد در کار نیست، بمونه برادرای عزیز لایکاتونه. کسانی که تازه وارد شده برادرای عزیز آبونه شوی کلکل چیکا بجقه در برنامه‌های ما فعال باشه برادرای عزیز. ما دعوت ما خاطر سرجمعی همین ملت میخواهیم که یک کاری بکنیم که رحمانوف پای پاشه برویم. خب سلام علیکم. سلام علیکم اکی الماس، فهمیده سین آبازوما؟ بله و علیکم السلام. سوز خوبین چینجین. تشکر. خدا نگهبانتون باشه. از یه علیوش کردم نمیدونم چی که در اومدم. فهمیده سین آوازم رفته سه؟ صداتون هست بفرمایید. بله. کی ما تاجیکستان میریم؟ کی که برادر عزیز خودت به ما تماس میگیری و کی که سرجم میشه و میریم همون چون میریم. راست دبر من نیست نفرهایی که بروان یکون کس یه زنگ بزنه رقمای تلفن هست سرجم میشه یک کار بخشش من بعد 5 منوت شما با کوش میشم. من گپای بسیار دارم. از یک بزرگ میشنم ماشین با تمام 5 منوت پس کوش کنید. تمام گپ نیست. خب خدا نگهبانت. خب بختیار میکروفون تا بکشو بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوز خوبی الماس بوی. تشکر. نگاه که الماس میگه که مرد باید روی مرد گپ زنه. تو خفه نشه. ما مقصد کم ترک تا اعتقاد داشتم باوری داشتم کم ترک نکی اهمیت میتم الماس میگوی که مواد مخدر جنوب اولی اعلام نوسوش ات دلیل داری ما دارم دلیل که کی اعلام میته باید حق گپ زنیم باید مردم حق ببینن نه کی برادر عزیز کسانی که به همینا سیویاز دارن من چون من نمیتونم همین کارا بکنم یا که تو یا شهروند عادی این کارا را فقط همون آدمایی که اصلا قدرتن گنرال ها همون ها میکنن برادر عزیز. رحمت با پدرم نیست. انا الماس جون من حق میشمرم وقتی تو همین سخنم میگوی ما الماس جون باید دارم برادر عزیز نسبت همون نویروی همون جناب عالی تهمت دارم.
الماس جون در همین سیستم هستم برای همین میگومد که تو میگویی که اوزی گفتی که نبروی جنوب یولی اساس باید الماس باید تا حق مردم دا بگویی که مردم تا دا اعتقاد کنه و دا باری تا بخیزه تا قیا گویله را قپیده تمام با دموی دیگر میبرن یا گویله ایجا گپ سر یا گویله نمیروه ایجا گپ سر منصب دارو میروه که تا الماس برا باور میکنی گوشت الماس بس یک مینو نمیگون باور کده برادر عزیز به خدا قسم های به خدا ای خدا بزرگش نیست همین رحمانوف براوه کو ای سری قدرت قطعی نمی پینوینگ نمی خسر بچه هاش نمی نویراش نمی اولاد براوه باور که کو تاجیکستان کو دوبای میشوه ما شما را گارانتی میتیم باور کنی اینا هم که سری راهی آبادی و آزادی همین ملت گرفتگی هم الماس جان نه تا نمو ترا مقصد که طرفداری میکنیم تو میشه پیشوای میلاد نه خدا تو میشه پیشوای میلاد نه الماس جان ما مقصد که تو سیاستمدار تو برو اومده بالا اکران امروز دیفو کرده است تو باید بفهمی نگاه که تو میشه پیمان نمیگم که نه مترا ما میشیم منصبدارو تو پیشو تو ما دا باور میکنی ما را در سر وظیفه میمونی ما میرم زینا میکنم ما میرم ظلم با خلق میکنم با میلاد میکنم میلت خلق مقصد که دیده استن چون که کی ظلمه کی ظلم است مقصد تو وقتی که باور میکنی با ما نه که تو عمل ما را نمیدونی که ما چی عملو داریم ما چی خدمت برای وطن کردیم برای میلاد من ندونم که زیر دستی من چی کار میکنه مرگ به حالی من که من بگم که رئیس یک کلخوزم یا که رئیس ناحیه‌ام یا که رئیس ولایتم یا که رئیس جمهورم باید من شما را 5-50 اوره بدونم که شما چی کارها میکنی بعد من در چیز دیگه نه ایگه پیترم جان داره و نه که باید همین مردم هم براین خطاب بکنن به همون رئیس ها نمیتونم از جان کار کدگی ما چیزی که حقیقت کو باید بگیم هممون مردانیم فردا روز قیامت در نزد الله میخزیم هر یک کداممون در دروغمون سوال و جواب میتیم در راستمون مقصد المجموع ما سیستم اینا تو خودت چند قبضی نبودی دیگه گروهات بدن نبودن آدم تا در درون داخل تاجیکستان نباشه در درون داخل تاجیکستان نگرده نبینه زندگی و کار و باری حکومت مثل دولتداری را نمیفهمه مقصد ما که در بازار گیپرازیم ایستادگی بودیم اومده یک ماشین ایستاد یا جی پی لکسوس گفت که ما یک آدم در کره دو آدم در کره کی گپ زنه کی گپ زنه ما خواستم برام گفتم ما گفتم که ما بفهم که دردی چیه شیشتم پایان کرونا ای کرد پایان کرونا رفتیم یک اوجی یک آدمی که مقصد خدا ترس ایماندار یک زمین خریده خونه کده ما را برده میگه که تنمی خودش دور ایستاده میگه که تو میره میگوی که ما را خسر بچه کی روی کرد جناب اولی سفر فخردین والله بیلا تعالات میگم ما گفتم چیکار کن در کار که کوالا میگیری در عقب ماشینش کوالا گفت که کوالا میگیری زبوره که کده چپا میکنی در اوجی اومد در پیشم میگریه مردک بویه نه که در پیش ما یکم بغل رابوچی گریه کرد گفت بچه جون ما گفت مقصد که سوداگرم ما مهنت میکنم گفت ما بواری ندارم که همین ادم میه میزنه میبروریمش یا نرکا کولری کی نمی سوم دوران نمی وظیفه دورو و مقاماتای ما دستگیریش میکن نه نوبی جیانی جنوبای نه نوم یگان کس مقصد که خونه امورا باید بنامی زوری بگیرن امروزا کو الماس اینوبی جنوبی اولی از نوم اویله جنوبی اولی بسیار کارو عمل میشوه نه که در حقیقتا و درک ندارن از این کارو ما الماس جان ما در تاجیکستان در همه ساحه گشتم در همه ساحه زندان بیمارخانه تمام نقطه ساختار و قدرت دا ما برای حق حقوق شهروندی خودم برای دانستن خودم ما در درون داخل وطنم در همه ساحه گشتم برای خدمت شخصا برای خدمت دیدم که پگه در یک جا بتونم یک جا در صحبت کده یک دلیل آورده یک کس دکزت کده مقصد که الماس جان در مواد مخدری که میگویم مواد مخدر ایما میقپه 3 کیلو الماس ایما 3 کیلو میقپه 3 کیلو ما را میگیره دلا چی میکنه نه که ایما 3 کیلو ما بو میگیره باریگا دورا ملیسا میگیره باریگاش همه تا باریگاش با در هم محله همین کار سودا کسه اما و دا واینی مدافعه
امنیت ملی خودمون مواد مخدر را اجازت میده سومالی ما را ماکین کاپیتان کورکاگه در غرب دره در شوروبود در پنج در همدانی اگر ما دروغ بگم والله بیلو تعالی قسم با کتاب مقدسات کی چیزی را بعد چشم ما 21 33 خدمت کردیم ما چیزی را که بعد چشم دیدگیم که مقصد که امین نچالنیکو چخیل فرمان میتن قوبچه چخیل مدرویا مقصد امیر جنوب ولی بدون او را البیزت نمیگیره نقضات میکنه سودش میکنه یعنی نچالنیکی زاستا و حق داره برادر عزیز باید ما گفتی خودت که ما حقیقت برویم بگیم انا الماس جون وقتی من میدونم وقتی که خودت میبروی میگوی که مثال یک نفر سوء استفاده از نومی نبیره رحمانوف میکنه ما اینجا پشتی رحمانوف نمیگیرم واقعا باید نه کلمه ها گفته بشه که رحمانوف گریبانی اون نفری که سوء استفاده از نومی نبیره و بچه رحمانوف میکنه او را بگیره که نشود تاجیکستان الماس اینا شما ای دور میشینین صحبت میکنین گپ میزنین من میفهمم درد شما را کوربور شما را نه که الماس اینا ما در داخل تاجیکستان ما را امنیت برده شکستگی کورهای داخلی بردگی شکستگی ما چی صبح که مردم میبینیم یک کمبغل یا ظلم یا گپ ما میخزم میزنن ما را میبرن میزنن میکشن یک از دفاع نمیکنه امروز ای بی خدمونه بعد صدای ما نمیره و با ایلا صدای ما را محکم کاگی انمی منصبدارا برای که عقیبا یا ترای یا نمیمونن کی با این ولادیمیر پوتین میتونه قطعی شهرونداش آزاد صحبت کنه ما نمیتونیم این کارا کدا برای که ما را همین منصبدارا نمیمونن ما با جنوب ولی خدمت صحبت کنیم ما دارم از شکایت دلیل دارم حجت دارم ما گفتم الماس ما کار کردم ما را پدرم حکومتیه ما کار کردم ما چیزی را که دیدگی ما دلیل دارم نه که صدای ما بانوها نمیره و الماس چون که منصبداری ما عقبشون ترن نمیمونن تر قطعی و گپ زن ما همین کار خواستم آشکار کنم ما در وقتی که سالداد بدم ما مقصد که چیزی را که دیدم در ماشینی که پروداکت همیا بچه است در آن ماشین ششاف کوبچا بور میکنه سالدات بورش میکنه میگه پتا میگم و چتا میگم میگه کی ای بانشا بخشش میگه پا و چتا میگم کی آواز زد میبرویا یعنی بریم ایا بور گفتی تمام که برادر عزیز همین باور کی جا ما را زنکارم گوش میکنه خواهش میکنیم همون گپای تحقیر داشتم ما پروستاکی الماس جون ما طرز گپ زنی ما که شما چی خیلی گپ میزنید پروستاکی الماس من نگاه میکنم تو میگی که نواسای نبیروی اون نارکوتیک کاریلا ما از جناب باشم که اون نواسای ما زدگی ای نارکوتیکای ترا تو ما را پراوی نبفهم الماس این گپت خطای با میگم که ما تا باور داشتم گوشت میکردم نه که الماس وقتی که تو از مثال که حقا که وقتی نمیگوی که ما میبرم تو در مثال میگم که برادر تو نمیجه در ناحقی باید تو قبول کنی چون که تو چیزی را که ندیده اگر برادر عزیز من عموم گفته شدم که همه چی به زیر دستی همین حکمتدارا میگذره دستی همین حکمتدار بگیم لوبای گنرال اینمی پینوینگی نویره رحمانوف میترسه لوبایش بغاز رستم لوبای گنرال که در تاجیکستان هسته همین پینگوین میره پیشش نمی اسماعیل ایکو میره باید دوک چلیکش چخ میسته باور میکنی اینو نیپری کسنوینیان اینو بگیم که گپشون لیزوای لوبایش هم میگه که این همین کار باید بشه میشه این چیز هست من فقط عمومی میگم برادر عزیز اینجا خودت درستی من خودت قبول دارم که مثال میگو که بگم که پینوین گناهگار نیست بگم که آدما سوء استفاده اینومی اونها میکنن منم همین مقصد همین برنامه‌های ما همینه که مردم برای بگه که برادر عزیز الماس تو همینجا دروغ گفته شدی همین سوء استفاده کرده شده این فلان انسان اینومی فلان انسان استفاده کرد این همین کارا کرد این انا بعد اینا مردم قضاوت میکنه برادر عزیز من مثال یگان سود اون نیستم یگان بین الملل نیستم من یک شهروند عادیم پروست همین برنامه تشکیل کردم میخوام که مردم فکر نظرش بگه حکومتی ها بفهمن که چیکارها کرده سوجن امروز دارن مردم صدا بلند میکنه ما مقصد ناراضگی بیان داریم اگر همین حکومت با مردم جای کار میداد نمیدونم لوبای کار هم میکرده اگر این کارها را میکرد اگر نارکوتیک هم میفروخت دیگه بگیم بچه ملت نمیتافت برای که
بگیم من زندگیم خوب باشه، سوید داشته باشم، جای کار باشه، معاش خوب بگیرم، پدر و مادرم پنسیه خوب بگیرن، نبرات کسی که زیدی حکومت گپ میزنه من زبانش میبرم. صورتی که حکومت این کارو رو نمیکنه بعد ما میبریم میگیم یگان چی ما اکستریمیست نو تروریست. برادر عزیز این بگیم که در نمیاد ما خود گپ میزنیم نمو برنامه میشود تو میگوی که امو میشنون امو بشنون سر اونو مقصد یا چورا میبینن نمیشنون. برادر عزیز راستا رحمانوف تیک تاک داره. برادر عزیز رحمانوف لباس سایت اجتماعی داره. من اوورینی هستم که رحمانوف حاضر در این برنامه شدگی ما را تماشا داره. باور کرد رحمانوف یک تحقیرآمیز برادر عزیز یک مهاجری که میبروه یک تحقیرآمیز یک بگه همین اولاد ما را فلان کردن در کاری که همین دو سنپله بیوان مر هم دیراجدنی میکنن یک چیز دیگر هم همین گپ ایکی جو بر رحمانوف رفته یک گپ تحقیرآمیزی یک گپ نمیشیدنی در گوش رحمانوف رفته رسیده. ما در اینجا کمبدیای رحمانوف داریم میگیم که رحمانوف مردم از سوید بته این قانون درست نیست، قانونهای طرفت مثال بگیم که همین چیزا رو ما میگیم. رحمانوف من مطمئنم که رحمانوف ما را داره تماشا میکنه. اگر رحمانوف تماشا نمیکرد، اگر رحمانوف من تماشا نمیکرد، رحمانوف بگیم ما را نمیدید، اکی من 7 سال دیگه زیاد نمیکردن حکم شد. بگیم که مادری مرا دمشنی ارست نمیکردن که خانه بیرون برومده نمیتونه. زنگ زدن به من یه طرف بسته. باید خیلیش هم طرفدارای حکومت همینجا میبرن ایت با مادر تا یگان سوم روی میکنی. مادری من همه شاتوش محکم کردگیان. 50 دیرم ایگانجا با مادری من نمیچکه. چه من کمک بکنم؟ میبرن با گپ میزنن. به همین خاطر این همین کمبدیای حکومت داریم ما میگیم. من اگر گناهکارم منوف در نزد قانونی تا اگر من گناهکارم مادری من چی گناه داره؟ یا که برادری من چی گناه داره؟ یا که بگیم که خش تباری من چی گناه داره که من یگان چی بگم زیدی تو مرده که تو پسال داری در اروپا بگیم در گرمانیا من در یگان جا دیگه بجا نیستم من در گرمانیا تو پسال داری تو حکومتی تو رابطه داری بین اینو میگوی که همین دلیل ها پیشنهاد میکنی میگوی این بچه دزدای نمیدونم تجاوز کرده کده میره فکت ها و دلیل ها را میاری میتی اینو نه ایمن میترسن نه کسی دیگه همین تا میگیرم بسم الله میگن رحمانوف بگیرش. یکون وقتی که من میام دکزد میکنم که رحمانوف یک خاینای دیکتاتورای اینا مثال همین خیلیه بعد من اینو بگم پناهندگی میتیم برادر عزیز میگن اینجا تو مثلی زندگی میکنی در پات خور نمیزنه. انا رحمانوف حق داره که مثال دکزد بکنه که من خاینم من چیکار کردم من تنها در برنامه اشورف برآمدم گفتم که من در 13000 تومان یک پاسپورت خریدم. شما چرا پاسپورت من ندادی؟ شما غیر قانونی کار میکنید. برای این همین گپ من بردن دیلا کردیم که من طلب حق خدمت که پاسپورت من تا حال بگم در ناحیه‌مون در دستم نچنی گالون روزش تا حال زیر ایستادگیه. مثال من پاسپورت من اگر میداده من در یک گارانتی آدم در اونجا بردگی موندگی بودم که من در اگه خوبه بیا من برم در روسیه تخفای کارم بشم یا نگذاشتم. وقتی که آدم بگیم که کشتارو چه محکم میکنی یا میمره یا میخیزه میزنه میگریزه میبروه میره همین دیگه این همین خشید واقعی ما. برادر عزیز یک جهان تشکر انشاءالله که همین خدکی خودت اگر بروین 2-3 دقیقه صحبت بکنن بگن که مثلا اینجا دا بگیم سوء استفاده دارن. عدالت وجود نداره در تاجیکستان. الماز میگوی تیک تاک داره خدمت تماشا داره اخیرا سخن ما بگم با پیشوای ملتون اینا جنابی علی محترم عدالت در تاجیکستان اقلاً نیم سانتیمتر وجود ندارد. یگان حکومت دولت برای ملت و برای شهروندای همین وطن عزیزمون خدمت نمیکند. این عدالت در تاجیکستان تماما وجود ندارد. یگان کس برای ملت
خدمت نکرده، میلاد خودش محلش سنگ ریخته، اسفالت کسته، میلاد خودش استالبا خریده، سویتاوی میلاد خودش کوچهش خودش بود کردسته. از حکومت برای خلق یگان فایده نیست، همه برای نوسی خودش کار میکنه. میلاد خور زلیل گشته در همه جای دنیا. بگذار جناب علی بشنوه گیجای در ناحقی را باید دروش بگیم. الماس جان ناحقی را باید دروش بگیم، نه که چل بگیم. من میخوام گپ بزنم الماس، تو وقتی در دنیا هستم، تو وقتی جانم در بدن من، هیچ گاه از حق فقط طرف حقم نمیتونم بکشنم. حق تو میگویی که بیاین رفتیم الماس جان، ما در تاجیکستان بیا رفتیم، نکی گیجا میره الماس جان یگان کسای پشت نمیخیزه، نه پروست میره 25-30 سال میشینی خوین 25-30 سال میشین. اگه تو خوین نیستی برادر، تو حق، تو حقوق خودی شهروندی خودت طلب داری، نکی تو خوینی 25 سال رفتی با انمی میلاد میخیزد میگه که تو تروریست بود، یک گومش که قطعی وای گاب نزد که یا تروریست بود یک حرام بود برفت. اینا برادر جان اینا ای بله برای همین برادر چی گپی گفتیم بلند پس بخشش بگذار صدامونو بشنویم. سلام علیکم. زنده باشی. سلام علیکم. دیگه جویت. خب برادران گرامی قدر، ما را تا 700 نفر تماشا داره برادرای عزیز، به طرف نباشه، همون 200 لایک دایره بکنیم برادرای عزیز. آبونه شوید در برنامه ما. اینجا چند نفرای دیگه هست ان شاء الله که اینو را قبول میکنیم، صحبت میکنیم. خب سلام علیکم. و بفرمایید. چی میگویم اینا برادر گرامی قدر؟ شما ما یگان صنعتکار نیستیم، یگان بگیم که رپ این چیزا تشویق نمیکنیم به مردم. ما داریم زید یک ظالم زده شدیم، یک نفر برآمده است بگیم که توی مونده است. خب تاجیکستان تیوی برادر گرامی قدر سلام علیکم. سلام علیکم تاجیکستان تیوی بفرمایید. برادران گرامی وقتی که خواهش میکنم نامتون میگیرن بگیم صحبت بکنید، اینجا نفرها زیادن، بگیم که وقت نبگیریده دیگر انسان ها فکر نظرهاشون بگن. تاجیکستان خب تاجیکستان تیوی نیستی. خب اینه برادر یک باری دیگه سلام علیکم. برادر و علیکم السلام برادر. البته تنگلم کرد وی پی ان ما کشتم به وی پی ان گفتم بدرون کی نشی برادر. البته چی گفتنیم که چند سال پیش تاجیکستان رفتم، یا ماشین اومد روز عید به نام الله. روز عید بچه ها رفتم که یا کیان گفت که این کودکا را نمیمونن عید کنی. پیش ماشین رفتم گفتم که چی گپه؟ گفت که کودکا باید نگردم. گفتم که حاضی من میرم، این خداوند شاهیده که توپگاه را اگر نزدیم. گفتم که حاضی من میرم که بچه ها ما میبرم عید کنن، بچه ها ما ببرم عید کنن کو کی میبرشو؟ والله قسم که بچه ها ما برام عید کن و گشتم برفتم بعد همه کودکا برمان. بله ای برادر البته چی گفتن ای امام علی هم میگم او روی چی داره ای را اچش او رو نداشت با این خودش یا برزگاویگا یا بولدوکی به زوت ای انشاءالله که برادر البته او زمین رحمانوف اگر بیمار شوه سنی اروپا رفته میتونه یا نمیتونه؟ بعدی سود گگه انیق اومده نمیتونه دیگه. ایشالله رحمان تاجیکستان بو میگیره که ایشالله رحمان میپسه همونجا ایشالله ای معلش برادر الماس زنده و سربلند باشی پروردگار. خدا نگهبان. خب برادران خدا خدا نگهبان. خب
باز هم یک بار دیگه تاجیکستان تیوی بفرمایید. خب برادران عزیز وقتی میگن تو که بیای صحبت بکنیم خواهش میکنیم که بدروی فکر نظرهاتون رو بگیم بی‌طرف نباشین. خب برادران گرامی اینجا وقتی نماز میشود اما خواهش میکنیم یگان نفری که با چهره باشه بیا صحبت بکنه 5 دقیقه انشالله که ما نماز رو بخونیم انشالله که بگیم با میایم برنامه را دوام میتیم انشالله 1 ساعت نیم ساعت دیگه. اگر یا 5 دقیقه در اون کس پیدا نکنیم مجبوریم که بگیم که قطع بکنیم و بریم خداحافظی بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشه بدروی فکر نظرهاتون رو بگین. خب یک دقیقه خب یه بار دیگه تاجیکستان همون سلام علیکم. تاجیکستان تیوی سلام علیکم بفرمایید. خب چیکار کنیم کنه برادر عزیز قبولت منیم خاموشی نمیدونم با صدای تو نمیاد من. اگر یگان مشکلی نوشنیکت باشه یگان چیز دیگه باشه من نمیدونم صدات باز بود. خب اینم میمونیم شان رحمان فر. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزورگردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیر قانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان، مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر عدالت و در نتیجه چهارراه از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر و جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیده به قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب در آرین این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمروی مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا خب همین تاجیکستان تیوی 10 باشید مدروی. سلام علیکم. خب این چی میگوی؟ خب برادران گرامی قدر میگذارم رحمان فهم من نماز هم میخونم انشالله یگان نفر پیدا نشید که جمعه مدومش صحبت میکرد انشالله که همین میگذارم نماز هم میخونم انشالله برمیگردیم. این کمبودیات جنایتی آغاز می‌نماید که به این عمل باید خاتمه داده شود. مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیا و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. تأسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسیار مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردمی چین ساخته و وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است.
از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردم چین حکومت این کشور minnatdori صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عملهای دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترینی پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و مقیاس جهانی کسب کرده است. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه میباشد. زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستانی آن بلکه به روزگار آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید میکند. در این روند با گروه‌های اکستریمیستی و سازمان‌های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه‌های جامعه بارها تاکید نمودم. باید گفت که در برابر نتیجه‌های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی‌های زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نصابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. فعالیت سوس نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر میباشد که گروه کاری رفته وظیفه‌های آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که به ثبات و آرامی جامعه تهدید میکند قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار میباشد. واردشوی واسطه‌های نشادار و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی میماند. تاکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. بار دیگر تاکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار از ضرور است که فعالیت خود را وابسته با پیشگیری کردن گردش غیرقانونی واسطه‌های نشادار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتش فشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سرزدن جنایت‌های وضعی می‌گردد. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزور گردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیر قانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر دولت و در نتیجه چهارراه از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر و جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای
خرافات پرستی دستگیر گردیده با قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب در آورین این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمرو مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا هنوز این کمبودی‌ها جای دارند. حاضرین گرامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق همچون حامیان حقوق و آزادی‌های شهروندان و محافظان ترتیبات جمعیتی در مشکل ترین لحظه های تاریخی کشورمان به خاطر حمایت ثبات جامعه، آرامی مردم، مبارزه بر ضد دسته‌های مسلح جنایتکار و مهمتر از همه برقرار کردن ساخت انسانی در صف پیش قرار داشتند. حالا امروز نیز با جنایتکاری متشکل ترانسمیدی، جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی، کیبر جنایت‌ها، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری کردن دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی مبارزه برده ایستادند. طور میدانه تا زمان صاحب استقلالی در کشورمان مؤسسه تأسیسات عالی آماده سازی متخصصان بلندساز برای مقامات کارهای داخلی وجود نداشت. متخصصان اساساً در مؤسسه‌های تأسیسات عالی دیگر جمهوری‌های اتفاقی تیار کرده می‌شدند. در تاجیکستان تنها یک مکتب مخصوص میلیسیا فعالیت می‌کرد. حالا در ساختار و مقامات کارهای داخلی 4 مؤسسه تعلیمی، اکادمی، کالج میلیسیا، کالج آتش‌نشانی تکنیکی و مرکز تعلیمی فعالیت می‌نماید. کالج لیسیا را خیلی بلند برداشته مونده. با امید هیچ کس شاید کار نیست. برای عملی نمودن چنین وظیفه‌ها ضرورت پیش آمد که ما تربیت کادرهای بلندساز را برای ساعت هر چه زودتر در داخل کشور تشکیل کردن، نظام نوی اداره کنی مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را برآورد. حاضرین گرامی، شما خوب آگاهی دارید که در دوام 2 ساله اخیر دنیا با تحولات عظیم دچار شده. نبض و نظام زندگی در تمام سیاره تغییر یافته ایستاده است. در این روند جهانی شوی انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستاده است که برای پیشگیری کردن آنها استفاده و تطبیق تجربه و اصولهای نوی محافظتی ترتیبات جمعیتی و حقوق آزادی‌های شهروندان لازم می‌آید. خب تشکر زیاد که کسانی که ما را تا حال با ما هستند. برادر عزیز یا جهان تشکر. انشالله که حاضر صحبت میکنیم. خب برادر محمد تقایف، سلام علیکم. علیکم. شما خوب هستید؟ تشکر، الحمدلله خوبیم. دیگر سال دیر در آمدیم، شما با فکرم نمازخانه رفتید. تشکر شد. میز رحمان فهمونده گفتیم مردم گوش بکنه رحمان فکر رحمان چی میگه. نگاه کنه که خیتای با ما را پارلمان میسازه. نمیدونم این یک شرم‌آوری است که یک حکومت دیگر برای ما یگان چیز میسازه. رحمانوف نمیدونم 500 مسلمان دنیا میگیره خچه، پیشوای معظمی روی دنیا میگیره خچه و بگیم که یک اداره دولتیه ای بودجه دولتش ساخته نمیتونه. بودجه دولت گیجا برسه به یک بگیم با یک انشاءات دولتی. امروز یک چند روز پیش به من یک نفر زنگ زد، گفت که در جای شما مثال چیزی که من گفتم، گفت من چیزی رفتم دیدم با چشمام که واقعا کوچه‌هاتون اسفالن با اینکه یک انشاءات دیگه گفت در جا راست کرده ساختن. اونجا بنگاه طبی بود که اونا دارن حاضر مردم راستش داره. یگان حکومت یگان دیران نمیتیه. بازم اگر یک صدا بلند بکنه که ما برق نداریم، ما بگیم که مشکلی داریم، حکومت به درد این مردم نمیخوره. باور که ما یک زمین داشتیم، همین یک قشلاق کلان یک 4 تا 5 تا راه داشت. وقتی که بگیم کلخوز رسپت شد، فرمیر شد، بگیم که راه ها بسته شدن، همون زمین در مینه راه موندگیه. یک آدم خانهش خریدن، بگیم 6 متر چند متر، بگیم که راه کردن.
5 تا راه هست اونجا، در خریطه راه هست اونجا. اومدن پلدار بودن، سومدار بودن، بگیم گپشون در حکومت میگذشت. اومدن پل راه ها رو محکم کردن، بگیم گرفتن به خودشون. من در چی حیران میشم که این حکومت تنها نفرهایی که سوم میتیه در این حکومت بگیم که قانون نیست، سوم میتی رفته شده، گیجوی فورت همونجا را میگیری. ما میبریم همین کمبودیا را میگیم که همین کمبودیا هسته، نمیدونم ما را اکستریمیست اعلان میکنن، نمیدونم ما را تروریست اعلان میکنن. یا که در موضوع امروز درباره این بود که برادر محمد تقایف رحمانوف قانون اینا قبول کرد که کسانی که پلی برق نمیتین یا که بگیم میدزدن برقه 27,000 سامانی یا که 10 سال زندان بگیم که اونا را انتظاره. نفرهایی که هستن که در یک خانه بگیم 2 تا پیر کم پیر ماندگی 300 سامانی، اگر هم 250 300 سامانی پنسیه هاشون، اگر اونا هم قای سوم بگیرن مثال 200 سامانی زیاد پلی سویت میوید در یک خانه یک تاجیک. بعد من دمیت حیران میشم که پیر کمپیر مگر هم که دیگه یگان چی نخرن، فقط هم پلی که حکومت میتیه شو هم بگیم دستویت بتینش خلاص. من قانون های یک طرفه رحمانوف باید که دلی مردم گرفته، باید این قانون باید با میبرمه در این پارلمان که نفری که همی سویت با نمیتیه نسبت اون هم یک دلی جنوی باید باز کرده شود. فقط بالای ملت پلی سویت نتیه یا که یگان چی شما سویت یکم بتیه 2 ساعت سهر 2 ساعت بگه با همین هم دارن مردم با بگیم ظلم شون دارن که اگر همون پلی همون 4 ساعت سویت نتیه ما شما را 27,000 سامان اگر یک آدم داشته باشه بگیم که او احمق نیسته که سیمی سویت بدزه یا که پلی سویت نتیه. در همین باره اگر یگان چی گفتنی باشه برادر عزیز بفرمایید. اما سلام علیکم با کل مردم شریف تاجیک. درباره برق یعنی این ظالم بدبخت ناشرمیده قانون برآورد که گویا کسی اگر پول برق را پرداخت نکند و آدم با جوابگاری کشیده می شود، باز هم جریمه می شود از 27,000 سامان تا 90,000 سامانی باید پرداخت کنی. برقی نبودگی وقت از اونه که همین پرخر همین امضای گفت همون خرلومانش وای کرگو امضا گذاشت، بعد رادیو آزاد نشکر همونجا یک تاجیک یک نمیدونم ازبک مین یک لقای مین همون حکومت به کار میکرده که برآمده یک کلوش در دهان همین نزد که تو اونقدر پول سهمی های گرفتی، چرا تو آزادانه گشتگی 15 سال شد این مردم بیچاره برق ندارن چه خیل یعنی جریمه شوند. میلیون ها سامانی همون کانایی که خطایی های همون شوهرش بداد و شوهرش برای همین میباید پارلمان میسازد تاجیکستان. با اکنون این مردم دیلای ظلم کرده، این مردم به کنده گرفته قرضای اولاد حرامزاده شه پرداخت کند. این همه قدر هدف و همه قدر چی دارد فکر و خیال دارد. بعد میگوید که ملاهای چلا سواد نمیدونم چیکار کردن، ملاهای همش پس پنجره بردی و چلا سوادایی که تو ویدیو کردی و کتی زنکایی که فویشه رنگ خودت تناشون لوچ نوار کردی و ملاهای تو هستن و ملاهای ما نیستن. و تو مردم پدسوید کرده برده پس پنجره کردی ملاهای توجیک آبروی توجیک ریزوندی و همون واسه با یک تا واسه گوتگی نوجوان مردی پلید رقص و بازی کرده سبحان الله رقاصه بغل میگیرند میبردارد. هزارها کودک توجیک در گرد و اطراف وای ایستادن. تو پدر لعنت چه به اینا پیش راهش نمیگیری؟ تو ملا میگویی و تو پلیس سوید میگویی تو دیگر میگویی. نسل تاجیکستان آشکار فاحشه و آشکار آبروش پس داری. آیا بین سبحان الله هزار یک گم نستین دیگر ملت ها اینو چخل جوان مردن اینو چخل مردم من گفته شرم نمیکنیتون شما حرامی ها که پیش راه این را نمیگیرین. و تفلک های تاجیک آینده چی میشه؟ میگن که زنچ ما همه خیل باید فردا ما هم خیل
رقاصه شویم ما هم خیلی کنجنبان شویم. من صورتش نش کردم همه یوتیوب هم بدرایم بینه مردمی توجیک که فرزنداتون در گرد اون رقاصه و در گرد اون واسه آبروی واسه حرام کرد در همون نوعی واسه یگان جوانمرد نیست که دو تا در دهان این زن دو گوید که تو چیکار کرده ایستاده ای. او کودکا همش پدر و مادرش پدراش مادراش کم باشدم مهاجرت به سبحان الله این میبره کدام دولت داری و کدام حکومت داری گمزنه این لعنت کرده الله ما حیران میشوم. آشکار نسل تاجیک را این نیست دارد تنها این را ما 200 مرد جنگی به از 100,000 مسلح میشویم اینا آشکار میگوییم ما روس نمیکنیم رنگ این حرامی که اکستریمیست و تروریست و کیمچی ها همه اکستریمیست هم توی تروریست هم توی ما حالا هیچ کس نکشتگیم 600,000 تاجیک تو کشته وزید این پلید باید 200 مرد جنگی به از 100,000 جمع کنیم انشاءالله رحمان حرکت ها رفته شد ایستاده است این را ما یک باره کنیم با 400 منغیت و مغولی تاجیک کشش اینا تاجیک نیستن برادری عزیز اینا تاجیک میبودن هرگیز و رقاصه من میخوای اچاق میگیرد اون مرده که بیناموس میبردارد من میخوای بلند کودکا با آمده با اون رقاصه یک دیگرش با ویدیو وای میگن صورت میگیرن آینده اون دختر چی میشن اینجا یک نفر اومده با فکر میکنم با خود چیزی وای داره مرحمت سلام علیکم منوچهر بفرمایید سلام علیکم منوچهر صداتون کشید کشتگی وای میکروفونش نه وای برمد و پیش استودیو برمد رفت خب نفرها وقتی صحبتی همون شما میدروین میخوان قضیه شما صحبت کنن متاسفانه من بایش که سوال جواب میکنم کدامش اعتراض من در گپم جواب میتم گم میزنم تمامش با همین خاطر مردمی تاجیک چشماتون رو باز کنین فردا آینده فرزندای شما چی میشود من نمیدونم سبحان الله این از دین ما نیست از ملت ما نیست این قدر لعنت و این شما میگوید 500 مسلمان جهان این یک کافر مطلق است والله بالله تعالی این کافر است اگر مسلمان میبود آنقدر مسجد رو محراب رو نمیبست حاضر همین کنجنبانی رقص و بازی اجازت داده است چرا آنها آبروی ملت تاجیک پس دارند هیچ کس آنها به کاردار نمیشود جوان تاجیک کودک تاجیک طفل تاجیک اگر مسجد رود و بیچاره به جوابگری کشته میشود و بیچاره هزاران سامانی جریمه میشود برای همین خاطر بیدار شوید تا نسل ما این نیست دارد باز چاپلوس های بخشش خایلستانش امروز کاروان ماشین های پیشابی ملت بینین که در ناحیه غرب کمک کرده ایستاده است یعنی تمام چیز روان کرده ایستاده است شما اول همدردی پیشابی ملت تاجیک آوردن نشکنین برای ملت من بعد برای این کاروانی ماشین های پرسگ رحمانوف گوین تمام مش کاروانی ماشین های تجارای شیرای الله مردمی مظلومی تاجیک است نه اینکه کاروانی این پرخری حرامزاده دشمنی ملت تاجیک شما کیا در چشمش خاک میزنین شما کیا فریب میکنین حرامزاده ها کو 180 تا خانه 194 تا خانه چاپه شد کنی همدردی پرخری رحمانوف کنی آدم اول باید همدردی کند بعد کاروان ماشیناش روان کند شما حرامی ها کیا فریب کردید همینجا نفرها زیاد از دنیا گذشتگیان در تای بگیم خانه ها موندگیان در یک رسانه ندیدیم که نشر کرده باشن که همینجا نفرها از دنیا گذشتن تمام اوق خانه چپه شوه اگر باور که در اونجا نفرها زیاد مردگیان تنها نمیبروین همین را بگن که همین قوادم از دنیا گذشت ما خواهش میکنیم که مردم های همون منطقه برای صحبت بکنید من این نگاه کنه که در استادیوم رقص میکنن چه زمین لرزه میشوه این غضب خداوند بالای همین ملت های بله بله من انسان ها را نمیزنم این رقص میکنه استادیوم خداوند مجموعه قطعا استادیوم لدروی میری گوش کنید ما این حال این گپ چاپون نبود که من ویدیو کرده بودم که مردم رو به الله خود توبید رحمان خدا نیست نعوذ بالله شما باید خدا با تکیه کنید خدا رو الله رو باید پرستش کنید شکرانه الله کنید نه شکرانه این ظالم پلید گفتم من نوار کردم که
غضب الله رو انتظار باشید. 4 دامه که بیک صبر راست کرد و بی متکا اصل دوشنبه 6 بال میشد، والله اون دامو چپا میشد پولنا 3 بال شده که دوشنبه. این غضب میبیاد گفتم از سر شما. برای چی میبیاد؟ برای اینکه دروغی با پیش دروغین، هیچی با پیش نیست. رحمانوف تنها با پیش با اولادی دزدغارتا گرش اینا میبرم با پیش میگه. من نمیدونم کدام با پیش. مردمتون زیر زیر پای ارتشی روسیه مجبور دارد به جنگ اوکراین برد. قرقیزستان برآمد یک دولت کوچک برآمد ترب وارد کرد که چرا هموطنای ما میزنین؟ جواب دهین. چرا شما خاموشین؟ از کدام دولت و دولتداری این پرخر رحمانوف گام میزنه من نمیدونم. و همین خاطر مردم شریف تاجیک من در گپم جواب میدم 5-10 ساله ها همین خاموشی ما باشد. تمام دولت جهان سکس توریسم گفته به تاجیکستان برمیگرده. من جواب میدم در این گپم. برای اینکه آبروی ما رو این در جهان شرمنده کرد. درآیین ببینین، درآیین همین رقص همون تاجیکی زنین، همون یوتیوب نگاه کنین. رقصش صدقه سر تفلکاتونو ببینین در گردی این حرامزاده ها که اون کودکا چیکار کرده ایستادن. آینده آنها چی میشود؟ شما در بدر و خاک بسر فردا فرزند شما چی میشود؟ میگن همه قدر موزنه چی وای داشتگیم، فرهنگ داشتگیم، رقص و بازی کنجنبانی دیوانگی دیگر هیچی نگفته. این تفلکای تاجیک فردا هم خیلین دست با فاحشه‌گری و دیگر کارهای بد میزنه اگر ما پیش راه این رو نگیریم. برادر عزیز ولی ایجاد هر کس هر چی می نویسه من خواهش میکنم که همون آدمایی که می نویسه ای دستون هیچ چیز نمیویه. ما انشالله ای دستمون میویه. ما انشالله رحمان دست رحمان در درون ازارش مادر و خواهر و زن شما بیناموسا میبروریم. اینا فراموش نکنین. شما تو مرد باشی در اینجا ننویس، اینجا در رو پر گام بزنه. اگر پیشاب ملت تاجیک حق باشد و در حقیقت و خدمت کنه برای مردمش در اینجا در رنگ مرد اینجا آخه وای نامش گاو نویسته. او آدمی که نامش گاو نویستگی باشه دیگه او چی نامی همون رحمانوف مونده است نکی در حقیقت نامی پرزیدنت شمونده است. اگر انسان می بود حیوان نه بود این مردم به این روزای بد گرفتار و در بدر و خاک بسر نمیشدن. یگان آدم دیگر هست اینجا؟ نه یگان کس نیست. تشکر زیاد برادر. به همه خاطر این ملت این آدم نیست و نابود کرده. خواهی که یگان کار کنه میگم انشاءالله ما میکنیم به امر الله. الله مهربان همه راه نشان میدهد وقت ساعتش کتی. همون طرف های همون کلا با خیلی هم خیلی رقص و بازی و بیوش داست بیزده به همون کار و بارا رفت داست. همون جوان مردا کو سبحان الله کنی جوان مردای کلا این چی گپ است هموطنان عزیز؟ خواهر و مادر شما برآورد است این روزای بعد با گرفتار کرده از رحمانوف. این چی گپ است؟ خواهش میکنم از شما که همین یک پیش راهش گیرین که رحمانوف اوورای ما و شما پاس کرده ایستاده است. برای اینکه شما هم هموطنای ما هستید من میخوام من حق دارم برایم گپ زنم که این رسم و رسوم برای من نمیزیبد. به همین خاطر ما باید رحمانوف سرنگون سازیم. این ملت رو از جبر و ظلم این پدر لعنتی مادر به خطا رها کنیم. دیگر یگان راه موندگی نیست هموطنان عزیز. همین بود برادر عبدالخلیل. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر من خواهش میکنم که خیلی این همون برادری که گاو نویستگی اینم تکو گاو تو مردک شب یا قطعی انسان ها صحبت که تحقیر کردن در کامنت ها برای سازی روچکت هم میگیریم دیگه خدا هم نویستن هم میگیره. کار نکه که خطا بکنی. خب برادران گرامی قدر نگاه کنید که در برنامه ها ما 2 ساعت 3 ساعت میشینیم دعوت میکنیم مردم که بیای فکر نظرهاتون بگه درباره یگان مسئله. متاسفانه نفرها کم میبرن صحبت میکنن.
برای که بیننده های ما کم است برادرای عزیز. باید کاری بکنیم که برادرای عزیز همین ما را 700 800 900 نفر هر برنامه تماشا میکنیم و تا تای بگیم 200 لایک میگیریم. خواهش میکنیم که آبونه شوه برادرای عزیز، بی‌طرف نباشه، فکر نظرهاتون بنویسه در زیر نوار، تنها به دشنام و به تحقیر. اینجا این بگیم گاو مثال اینجا درباره برادر محمد تقایف هم یاده گپای گفت. چون چی بدرو این همجا لینک گذاشتگی در زیر کمین نویستگی همونجا بدرو بیا صحبت بکنیم، یگان مشکلی نیست. انشالله که تشکری زیاد برادرایی که فکر نظرهاتون می نویسه، بی‌طرف نیسته، مینداری میکنیم ما شما. واقعا هم فخری ما هسته که میبروی یگان چیز می نویسه یا که فکر نظرهاتون هم میبروین میگه. ما خوش میکنیم که بی‌طرف نباشه برادرای عزیز. ما اینجا درباره نواری که خب انشالله که بلاکش می نمیره. خب اینجا همو یه بار دیگه هم نوار هم میمونم نگاه کنه که چه خیلی بی‌ثباتی های در جای ما. بعضا چی میگه؟ ما خودم باجر شخصا به سایت رو مدگیم دعوتنامه نی گرن یادیده من میگه خودم مهاجم شخصا به یگان دعوتنامه نه فرمای ملیتسگی داره نه یگان چی میوه زور بینیده میگن دزی زور صاحبی گو و بار بسته. اینا واقعا هم دارن ملت ما رو هم خیلی ظلم میکنن. خب منوچهر قبولش کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم منوچهر بفرما. ناشینایم ده. خب بفرم که در جای نماز خونده شده. خب برادران گرامی قدر، خواهش میکنیم که یک جای مناسب یک بگیم که وقتی که مدر اجازت بتین، اینجا چند برادرها هستن که اجازت دادگی نیسته. من خواهش میکنم که برادرای عزیز همون وقتی که وارد میشه اجازت بتین پسان وارد بشین. شما اینجا در میسته شما فکر میکنید که من شما را قبول نمیکنم. برادرای عزیز یگان مشکلی نیست، من آمادم رحمان فقط قبول بکنم، یگان مشکلی نیست. من میخوام که یک صحبت بکنیم، مردم این سخنهای ما را بگیم که انالیز بکنه، نظرسنجی بکنه. من آمادم که با حکمت دارا با لباش بیا بحث بکنیم، بگیم صحبت بکنیم، بگیم که سبب در چیه که امروز خیلی قانون ها میبرارن یا که این خیلی قانون شکنی ها میوه میشوه. که من خب این لحظه است که کرمان باور کنی کو این درد آوره ده میوین بگیم که به سرت نه کاغذ نه قلم اینا را من اما همین حکمت به بگیم به چه بگم به عقلی شونه و به عهده نبرآمدن شونه من سال 2012 فهمیدگی بودم. برادری من سال 2012 خدمت ده بود بدخشان ده. همون بگیم که و این کمت اومد خانه گفت که ما دو تا پایسکا آوردگیم برای من و برای اکمه. من 2012 уже 3 تا فرزند داشتم. بگیم که
اکم در خدمت بود. خدا رحمت کنه بابی من گفتم تیو همه گیرم از بارد میبندم سنیام و این کمر. یا بچه ما گفت در بدخشان خدمت کرده است این سه گودک داره گیرش بره. چخه شما یک نفری که خدمت کرده سوده شما نمیدونن که همین بگیم همون منطقه هم قبادیان نمیدونن که همین یک نفرش در بدخشان خدمت داره. اینو یگان بازه ندارن. اینو اینمی توکل به خدای دولتداریشون. باور کنی. نه یگان باز دادن یگان چیز ندارن. من با اون پاسپورتی که بگیم به نام المازم دو بار تاجیکستان رفتگی اومدگیم. دوباره یک بار رفتم گشتم اومدم ماشین قطعی. اینو نفهمیدن که همینجا خیلی انسان اومده در اومده بر اومده. اینو ندارن بازه. اینو یگان چیز ندارن که مثلا در روسیه میای بگیم که اگر نون تا ایواز کرده باشی بیای در سرحد را میفهمن که تو ایواز کردگی. اینو ندارن. این حکومت تا حال یگان کار نکرده است. یگان کدوم ساحه اینا ما بگیم که همون ساحه درست کار میکنه. باور کنه یگان ساحه درست کار نمیکنه. تنها چیکار کردن؟ جمع کردن چند میلیون دلاری در شاتهاشون بگیم خانه و دری خوب کردن بگیم یک قصر ملت ساختن یک پارک ساختن یک رودکی و یک کوچه دیگری چی بود ساختن که مثلا اونجا قدی پرزیدنت ها میگذرن بگیم اونجا خشرو میتاوه تمام بعد دیگه هر روز سلفی میکنن میپارتین اینجا دوشنبه خیلی من او دامه ها را چیکارش میکنم ما ملتی مظلومی غریبی تاجیک او دامه های شما را چیکار میکنیم ما زوری ما نمیرسه که در اونجا یگان خانه بخریم او خانه ها به نرخ دخترای رحمان فهم او خانه ها را ما نمیتونیم خریده شما برای ما را جای کار بسازید که ما در وطن بیایم کار بکنیم شما ما را سوید بتین شما یک زواد یک کارخانه بسازین که در اونجا چند هزار آدم دست مینه کار بکنه نکرده برای همین خاطره که ما دعوت داریم که این مردم که مردم اینا همین کارها را نمیکنن ما خواهش میکنیم که بیای استعفای رحمانوف طلب بکنیم بیای انقلاب مردمی بکنیم رحمانوف یک طرفه بکنیم سومای زندگیش بیاریم تاجیکستان را بسازیم باور کنید رحمانوف میگریزه رحمانوف نمیدونم میمره فرزندش میمونه میخواد رفتن میگیره باور کنید کو حال ایقا بعد چیده رفتن میگیره 2 ساعتی میگیره 1 ساعتی سویتو میتین نیم ساعت سحر میتین نیم ساعت بگه برای زیبش که خونه تونده لامپشکو تو زیق نشون که سوید نیست خلاص دیگه باور کنید همینطور مردم روسیه عذاب در روسیه هم میای عذاب مشخص پتینش نمیدونم 10-12 هزار بگیم که در کجلی پاورود میخپن نمیدونم شترفتون میکنه یکم 500 تون بود 5000 میتی 500 تون با 5000 مبادل گشته باور که آوردن دیگه شترفو هم دوران کلون شده سودن مردم دیگه نمیتونن نمیدونم کوریر کار کنن دستافچیک نمیدونم تاکسی مردم ما رو دیگه بگیم که هم بغض همون راهروی و استرویکا دیگه در یگان جا قبول ندارن شما همین چیزا قبول داره تا کی همین چیزا قبول میکنه مردم توجی باید ما سرجم بشیم باید ما کاری بکنیم که بگیم که سرجم بشیم یک کاری بکنیم که رحمانوف یا طرف بکنیم یک مشکلی مردم آسان بکنیم اگر مردم نمیخواه که همین کارها بشوان مثال رحمانوف یک طرفا بکنیم اگر همین زلالت قبول داشته باشه دیگه بگیم که توکلتون به خدا ما را گویی مردمی که در اروپا من با چند نفرها صحبت کردم آماده‌اند که یگان کار بکنیم سرجم بشیم ملت اوسو باشه ما ایس بگیم که باید دست خرسک نمیشوه بیای شما ما اوسو ما ایس ان شاء الله که سرجم بشیم یک کاری بکنیم که همین حکومت یک طرفه بکنیم یک زندگی خوب بکنیم در وطنهای خودمون باور کنی غیر صورت دیگه باور که دین هم ای بین میروه فرهنگ هم ای بین میروه زبان هم ای بین میروه همه چیز ای بین دوره رحمانوف برده شده خب
برادران عزیز امروز زیاد میخواستم صحبت کنم دیگه برنامه را سپس 2 ساعتی میکنیم برادران عزیز خیلی 4 ساعتش نمیکنیم خواهش من همین است که برادران عزیز بی‌طرف نباشه ما را دستگیری بکنین برادران عزیز ما را همین روز 700 نفر تماشا داره متاسفانه ما نتونستیم که بگیم که 200 دونه لایک بکنیم برادرای عزیز 170 لایک خواهش میکنیم که بمونین لایکاتون برادرای عزیز هم رحمان و به زبانی خودش گفت که دیگه ما ای سپس برای بگیم لایک موندن مردم نه برای زندان نکنی همین قگاب گفته در سال 2025 به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه بمونین لایکاتون آبونه شوه تا اینکه از برنامه‌های ما بگیم بی‌خبر نباشه خب خیلی یک نفر دیگه اومده است همین قبول میکنیم پس اون خداحافظی میکنیم خب احمد سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام خوب برادر تنجی سلامتی خوب تشکر این مسئله درباره همین پول سویت یا بله همین قانون چه یک دیگه رو یک آدم کم در عقل داره قبول نمیکنه اینجا این قانون هم نیست هیچ یک راهی پول کار کنیشون کم مونده با یک راه دیگه پیش گرفتگی هم که همین مردم باز خونش مکن دیگه یکون راهشون نموند این با کاراشون این به این کارای میکردگیشون باور کنی روز تا روز همی چایخشون کندیسیان دیگه هیچ یکم سوید نی که عقل نداره که امور گاب زنه که خودت قبر ریخته کندیسی روز تا روز چون نه هیچ نفهمیدیم باور کنیم رحمان رو هم که قورش 30 سال شد کنده شده متاسفانه ایجا که در هم قورش بیافته باور کنید این قزل ما برای چی خاموشه برادرای عزیز ما مردم امروز در شبکه‌های اجتماعی داره میگیم جمع بکنیم که دیستانسیون اما این میتینگ های دیستانسیونیه برادرای عزیز ما در همه چیز اونی تیار نیستیم اوخای از کجا تیار میشه که چند مردینه بودم رو برد تگی ترمه کرد نگم شیردیلی بودن شیرای توجیک این برای همه کدامی همی شیردیلا رو برای هم برده است که دیگه همی تا روز تا روز چشم سوس شو گفته مردم هم بیچاره خیلی چی میگی مردم هم در این قدر سال فقط مغزشون شوشتن مغزشویی کردن این بازی در 30 سال هر روز در مکتب و تلویزیون و چیز فقط نام هوای اوی نسل آینده فقط همون رو میشناسن دیگه هیچ کاری نمیشناسن او یک کسی نیست که برای در تاریخی توجی گپ زنه کی مردم یک چیز بفهمن برای هم خینه هوزی هیچی گفته نمیشه دیگه اینقدر عذاب مشقت این در روسیه هوزی وابشه یگان راه نمون دیگه اسمیوی پولتمه خونتمه مکان توجیکستان میری اوجم خونتمه مکان دیگه نمیدونی سرت در کجا بزنی که کمتر سرت عباد شو این برادر نم خیلی آباد بعد یاد چی دیگه پرسیدنیم برادر الماس چی خیکنیم قطیتونه در الهیدگی مثال کابزنه روی اکران ده نمجا درخشان تیوی نویستگی رقم های تلفن هست واتساپ های برادر عزیز می نویسی انشاءالله که هم صحبت میشیم یگان مشکلی نیست نمجا ما بگیم که رقم تلفن مونم موندگیم که مردم بیای سرجم بشیم مردم بیای لااقل ما حاضر هم دیگر را بشناسیم هم صحبت بشیم یا برنامه بکشیم که چی کار باید بکنیم
بعد ما میتونیم یگان کار بکنیم انشالله. شما در یک جای دیگر، من در یک جای دیگر، ما باید آماده بشیم بگیم که یک جور انتخاب بکنیم، هممون میده بکوچیم. مثال ای اروپا یا که نمیدونم ای امریکا رحمانوف گرفته نمیشوه. کسی میگه میشوه دروغ میگه. فقط میشوه که نمیشوه مردم سرجم کرد رفت رحمانوف پیشش هم قصر میلت همیتا چقدر که مش میقپی هم که رحمانوف میقپی تمام دیگه راه نیست. همین خلاف اگر دوام دادن گیره بغیر جنگ دیگه یکم مسئله نمیمونه. این خیلی روز تو روز بردن گیرن یک تا برده محکم کردن گیره دیگه نمیدونی چی کار کنی. مردم ما همه چی عقیب مونده. این خیلی با میتینگ این خیلی چیا باور کنید باوری کمه که یکم کار کرده شود. فقط پیرورات دیگه یکم راه نیست. خب برادر عزیز یک جهان تشکر. ما هم آخری برنامه بود بگیم ما همو چند روز شد ما درآمدنیم نمیشوخی ایجا دیگه هم چیز وی پی ان نه که پاپروید کردن کشید ما چند خیلی شد تماشا میکنم چی میکنم در نواروی محمد اقبال صدری در روسیه مثال از شما چیز وی پی ان تماشا میکنید مثال در برنامه ها هم وارد چیز وی پی ان وارد میشه خیلی نیست واپشه نمیگیره محکمه به همین خاطره که ما را چند فایز 7% همین تقریبا ای روسیه تماشا میکنن دیگر ما را ای تاجیکستان ای ترکیه ای دیگر بگیم جاها ما را تماشا میکنن همین خیلی حالی وضعیت در روسیه و نوتینج تمام گام نیست خیلی تمام خوب خدا نگهبان. خب تشکر زیاد برادران عزیز. برادر احمد خدا نگهبانت باشه. برادر عزیز برادر چی دیگه کدام وقت شما در مثال удобнее برای یا زنگ زده صحبت کردن حاضر удобнее نمی بعد خود دوزی انشالله خاتمه میتیم برنامه را میتونه که بعد یک چند دقیقه شاز یک دو نفر دیگه اوچرات گرفتگان اون وقت یک صحبت میکنیم انشالله شما بنویسید من حتما زنگ میزنم یگان مشکلی نیست گاب نیست خب خدا نگهدار. خب مردمی کسانی که برادران عزیز در برنامه اشتراک کردین دستاتون درد نکنه کسانی که کامنت کرده بگیم که دستاتون درد نکنه برادران عزیز به طرف نباشه ما بگیم که برنامه‌مون ای سپاس ای 2 ساعت زیاد نمیکنیم خواهش میکنیم که در برنامه ها فعال باشه کسانی که میخوان فکر نظرهاشو بنویسه در کامنت ها بگیم که لایکاتون بمونه آبونه بشه که ما دیگر در برنامه ها وقتی ما برنامه میکنیم مثلا به شما را اویدیملنی بیا که برنامه درخش حق بگیم که به شما بگیم که اویدیملنی بیا که شما بفهمید بازم اگر یگان گپی پست و بلند گفته باشیم اگر یگان کس رنجانده باشیم بخشش میپرسیم تا برنامه های دیگر ما شما را به خدا میسپاریم سلام علیکم.